سلام به همه طرفداران پاپ کورن تاک، خوش اومدیم به قسمت جدید برنامه. من آرنا آذر از صبح لاس وگاس و دقیقاً در اون سمت دنیا. خوش اومدید به پاپ کورن تاک. منم حمید رضا نیکوفر از شب تهران. این قسمت خیلی ویژه‌ای داریم. در ابتدا یک بحث خیلی جدی و کمک شما رو می‌خوایم قرار انجام بدیم این بحثو. بعد امروز تولد مارتین اسکورسزیه. تولد این آهنگ اندیو براش بفرستیم. تولد مارتین اسکورسزیه و من از سایت گاردین یه کویز خیلی باحال 16 تایی در آوردم. با آرنا قراره این کویزه رو بازی بکنیم که ببینیم چقدر ما مارتین اسکورسزی رو میشناسیم. بعد قراره 2 تا فیلم که بسیار درخواست کرده بودین صحبت بکنیم. یکی جوکر فولی دو و دیگری یورگس لانتیمس Kinds of Kindness هستش. اینا رو صحبت میکنیم، بعد کامنت ها رو میخونیم. ولی در ابتدا سریع بریم. آقا خیلی دمتون گرم، همیشه ساپورت کردید. چند سال؟ 4 سال ما پاپ کورن تاک رو داریم انجام. 4 سال پاپ کورن تاک من و مارنا داریم در مورد سینما و فیلم صحبت میکنیم و این خیلی خوبه و کلیا ملحق شدن به خانواده پاپ کورن تاک و خیلی جذاب هستش. ولی برای اینکه ما این خانواده رو گسترده تر بکنیم و پاپ کورن به جایی برسه که از لحاظ درآمدزایی و اون بنفیتی که برای ما داره و تایمی که ما داریم میذاریم به جای خوبی برسه، ما به کمک شما نیاز داریم. حالا پروسه چه جوریه؟ یک سایت باحالی هستش به نام hamibash.com که کاری که انجام میده این میادش پادکست های ایرانی میان اینجا یه پیجی درست میکنن، پیج دونیشن درست میکنن و کسایی که طرفدارا و شنونده های پادکست ها هستن میتونن بیان اینجا و پول دونیت کنن. هم به تومان میتونید دونیت کنید، هم اگه در فرنگ هستید به یورو میتونید دونیت بکنید به پاپ کورن تاک و این هزینه به ما میرسه و من و آرنا پول میزنیم به جیب و در نه، کاری که میخوایم بکنیم اینه که ما میخوایم از شما درخواست کنیم که اگر طرفدار پاپ کورن هستین و آینده پاپ کورن تاک خیلی براتون مهم هستش، این هزینه و وقتی که من و آرنا میذاریم میخوایم خیلی ارگانیک از خود پادکست به دست بیادش، ولی برای رسیدن به اونجا نیاز داریم که شما حمایت مالی بکنید از ما توی این سایت hamibash.com و ما هر حمایتی که بگیریم تبدیلش میکنیم به تبلیغ برای پاپ کورن تاک جای مختلف و این باعث میشه آدمای بیشتری بیان، فرصت درآمدزایی پاپ کورن تاک بیشتر میشه و پاپ کورن تاک ابدی میشه. That's capitalism for you. بعد آره این خیلی 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 به ما کمک میکنه و لینک این جایی که شما میتونید با اسم خودتون میتونید بگید مثلا اسم من فلانیه و مثلا من نمیدونم 500,000 تومان به پاپ کورن تاک کمک کردم و ما هر قسمت میایم میخونیم کیا به ما کمک کردن. یه سکه از مادر عروس. بعد اینا رو میخونیم. بعد شما ممکن اصلا دوست نداشته باشین اسمتون در بیاد، میتونید به صورت ناشناس هم به ما کمک کنید. اونجا اسمتون ناشناس میخوره، نه ما میفهمیم نه کسی دیگه ای میفهمه، ولی در نهایت جایی هستش که کمک میکنه که پاپ کورن تاک ادامه پیدا کنه و لینکشو تو دیسکریپشن هر جایی که دارید گوش میدید، چه یوتیوب چه توی برنامه پادکست من میذارم. ولی همینجوری هم بخوام بگم hamibash.com/popcorntalk هستش. hamibash hamibash.com/popcorntalk هم که POPORNTALK هستش. خیلی خیلی ممنون. آره تو نمیتونی به ما کمک کنی چون فقط تومان یورو داره. من باید فکر کنم از دوستا و طرفدارایی که تو اروپا هن درخواست بکنم مثلا یورو کمک بکنن، احتمالاً از مافیای اروپا. نه ولی این هدف ما. من خودم احساس میکنم که از نظر برنامه‌ریزی خیلی چیز جالبی میتونه باشه، چون ما این دونیشن رو واقعا میخوایم صرف قضیه مارکتینگ و حالا قضیه مثلا بیشتر دیده شدن پاپ کورن بکنیم و این به نظر من تو بلند مدت خیلی پلن بهتریه تو دونیشن بیاد سمت خود من و تو، چون مهمترین چیز برای این برنامه بزرگتر شدن کامیونیتی پاپ کورن تاکه و این در حال حاضر به نظر ما بهترین پلنی بود که تونستیم بچینیم براش. آره یه چیز دیگه هم قبل اینکه شروع بکنیم بگیم، اینکه ما زیر ساختای پادکست داریم تغییرات فنی
کارگران مشغول کارن داریم انجام میدیم، ممکنه یه سری اختلالاتی وجود داشته باشه، ولی اگه تو کست باکس دارید گوش میدید، برید توی کست باکس، ممکنه اون بالا بگی که این پادکست به جای دیگه ای رفته، لینکشو کلیک کنید میایید توی یه دونه کست باکس، دوباره همون یه جای دیگه ای میاد، دوباره همونجا به اون تا یه بار دیگه سابسکرایب کنید. سابسکرایب دست نرفته ولی یه بار دیگه باید سابسکرایب بکنید، انگار که 2 تا پیج به وجود اومده. این ممکنه اتفاق بیفته، ممکنه هم هست اتفاق نیفته و جای بیشتری پاپ کورن تاک توی برنامه پادکست عجیب غریب بیشتری قراره پخش بشه، اونا هم هستش، توی یوتیوب هم همچنان هستش. آره اینا کار فنی که اون پشت داره انجام میشه، امیدوارم اسموت بره جلو، ولی اگه چیزی شدهش فریک نزنید. ما حالا دوباره خوبه؟ آره ما دوباره هفته بعدم میایم این آپدیت های کارگران مشغول کارن رو میگیم، ببینیم که این چیزی اتفاقی نیفتاده باشه براش. هفته بعد میایم میگیم که تو مراسم عروسی چقدر به ما کمک کرد. یه دونه سکه اسکروچ انداخته. اوکی این از این. بریم سراغ تولد بازیارنو. بریم سراغ تولد. چند سالش شد؟ مارتین سکورسزی. عمو چند سالشه الان؟ خیلی خوبی پرسیدی، میتونی سرچ کنی. الان دارم نگاه میکنم. 82. انشالله که تا 100 سالگی ایشون پیش بره. امروز 17 نوامبر هستش 2024، تولد مارتین سکورسزی هستش. مارتین سکورسزی من و آرنا خیلی این آدم رو دوست داریم، با فیلماش بزرگ شدیم، با فیلماش سینما رو شناختیم و همیشه از فیلماش لذت میبریم. سایت گاردین یعنی کویز طراحی کرده، من فقط میدم کویزه، حالا نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته در انتهاش، ولی همینجوری بریم برگزارش بکنیم. خوبه آرنا؟ بریم سراغش. ببین من سوالا رو مطرح میکنم، 4 گزینه‌ایه جواب، 4 تا گزینه است. خب سوالا رو مطرح میکنم، نه من جوابش میدم نه تو جوابش میدی، هر کدوم حدس میزنیم بعد میبینیم که مثلا کدوم درست میگفته. اوکی باش. امیدوارم خیلی تمیز جلو بره. نمیدونم اصلا سوالا هم نخوندم. یه لحظه من اینو بخونم. ببین یه سوال، تو الان گفتی که تو سوالو خوندی، 4 تا گزینه رو گفتی، بعد ما جواب قرار بدیم. آره دیگه، مثلا من میگم فلان تو میگی فلانه، بعد میزنیم ببینیم کدوم درست باشه بگو. سوال خیلی باحاله، میگه که as far back as he can remember and before he turned into filmmaking, Martin Scorsese always wanted to be. یه تیکه ای از دیالوگ Goodfellas هستش. میگه مارتین اسکورسیزی قبل اینکه بخواد فیلم بردار بشه می‌خواسته چی کاره بشه؟ میگه a gangster، که دقیقاً خود دیالوگ Goodfellas میشه. a gangster, a pizza chef، آشپز پیتزا، an ordinary parish priest، یعنی پدر روحانی، a composer، یک آهنگساز. کدوم می‌خواسته بشه قبل اینکه فیلم ساز بشه؟ من حدس میزنم یا پدر روحانی باید باشه یا آخری چی بود؟ آهنگساز. گنگستر، آشپز پیتزا، پدر روحانی، آهنگساز. من بین پدر روحانی و آهنگسازم. یکی رو باید بگی، من بزنم. من پدر روحانی من میگم. منم همون an ordinary parish priest پدر روحانی رو میگم. الان بزنم ببینم جوابش میگه. نه فعلا نگفته، احتمالاً تاش مشخص میشه. اوکی. ولی این مطمئنم درست. What was the title of Scorsese's feature film debut? اولین فیلم بلند اسکورسیزی اسمش چی بود؟ Boxcar Bertha, It's Not Just You Murray, Who's That Knocking at My Door, Mean Streets. این من حدس میزنم اگه سوالش خیلی ساده باشه مین استریته، ولی نمیدونم قبل از مین استریت فیلم بلند قبلش ساخته بود یا نساخته بود. قبل مین استریت همه این ستایی که گفتم و ساخته، مطمئن نمیشه که همین ستا همشو قبل مین استریت، ولی من یادم نمیاد اینا شورت فیلم بودن یا فیلم بلند بودن. تو میگی مین استریت؟ من میگم مین استریت. منم میزنم همون مین استریت. اوکی. سومی. Various actors have won Oscars for their roles in the Scorsese pictures. Spot the one that didn't. میگه کلی بازیگر توی فیلم اسکورسیزی بازی کردن که اسکار بردن. بگید کدوم اینا نبرده اسکار؟ Daniel Day-Lewis for Gangs of New York برای Gangs of New York. Paul Newman for Color of Money برای Color of Money. Ellen Burstyn, Alice Doesn't Live Here Anymore
رابرت دنیرو ریجینگ بول. گفت کدومشون نبرده؟ کدوم یکی این 4 تا اسکار نبرده برای این فیلم‌های اسکورسیزی؟ دنیل دی لوئیس. دنیل دی لوئیس واسه گنگز اف نیویورک اسکار نبرده؟ نه. بین دی لوئیس و الن برستین شک دارم. ببین دنیل دی لوئیس برای مای لفت فوت پای چپ من و برای There Will Be Blood این دوتا رو من مطمئنم و برای لینکن 3 تا برده. راست میگی دنیل دی بوده. اوکی دنیل دی نبوده، منم همونو میگم. اوکی با یکم تقلب از آرنولد. Scorsese is known to make Hitchcock style cameos in a number of his movies. But which of the following is not true? میگه اسکورسیزی مثل هیچکاک توی فیلماش حضور داره، نقشه کمیو حضور کوتاهی، ولی توی یکی از این فیلم‌ها نیستش. He appears میگه کدوم اینا دروغه. He appears as a photographer in The Age of Innocence. با عنوان یه عکاس توی فیلم Age of Innocence. He plays a crooked senator in The Aviator. سناتور فاسد در Aviator. He plays a vengeful husband in Taxi Driver. یک شوهر کینجو در تاکسی درایور. ترجمه همزمان. He appears as a gunman in Mean Streets. نفری که با اسلحه هستش در Mean Streets. Okay. عکاس Age of Innocence, Crooked Senator, Aviator, Vengeful Husband, Taxi Driver, Gunman, Mean Streets. من اونی که قطعا هست و همین الان میخوام حذف بکنم. من اون چیز تاکسی درایور اونو بیا حذفش بکنم. میمونه بین اولی و دومی آخری. Age of Innocence, Aviator, Mean Streets. من فکر کنم توی Mean Streets هم بودش. Mean Streets اون موقع هنوز پول مول نداشت، احتمالاً خودش بازی میکرد تو فیلماش. منطق عالی بود. آره دقیقاً به همین منطق. من فکر میکنم من میگم واقعا رندوم. من میگم دومیه. سناتوره. Aviator, Crooked Senator, Aviator. آره. من اینه. منم همینه. فوتوگرافر عکاس تو Age of Innocence میخوره خودش مثلا بیاد عکاسی بکنه. اوکی منم همینو میگم. He plays a crooked senator in Aviator. تا الان اینه همین. بعدی discussing the significance of soundtrack for Mean Streets, Scorsese remarked that for me the whole movie was. میگه در مورد موسیقی فیلم Mean Street Scorsese میگه که برای من کل فیلم مثل Waterloo Sunset and Say a Little Prayer بوده. Ticket to Ride and I Heard It Through the Grapevine بوده. Moon River and the Tie a Yellow Ribbon بوده. Jumping Jack Flash and Be My Baby بوده. من میگی یه دون از این آهنگا کل فیلم رو به نظر من کل فیلم در مورد یکی از این آهنگا بوده. من هیچ ایده ای ندارم کدوم از این 4 تاست. اصلا نمیدونم. منم هیچ ایده ای ندارم. دومی در مورد چی بود؟ در مورد قطار بود. Ticket to Ride and I Heard Through the Grapevine. من I Heard It Through the Grapevine. این شاعرانه تره تایتلش. من همین اینو میگم. من میرم مون ریور رو انتخاب میکنم. البته فکر کنم فقط یه دونه رو میتونیم انتخاب کنیم. فکر کنم این بازی تبدیل شد به بازی همفکری آرنو. خوبه برنده و بازنده اینه. تو بزن همین مون ریور رو بزن، بعدش میبینیم که چی میشه دیگه. ولی من حدس من دومی بودش. شانسیه. بزن مون ریور بزنه. نمیدونم یه حسی نسبت به مون ریور. من بر خودم اینور مینویسم فقط چی و من گفتم، اگه بر من درست بود مثلا یادم باشه. نه الان تا الان همه رو عین هم گفتم. بیا هم فکری میکنیم. 4 Scorsese films. این 4 تا Scorsese films. But which one was the most commercially successful? بین این 4 تا کدومشون پرفروش‌ترین فیلم اسکورسیزی هستن؟ Cape Fear, New York, Bringing Out the Dead, The Color of Money. Cape Fear, New York, Bringing Out the Dead, Color of Money. من بین 2 تا هستم. Cape Fear و Color of Money. اون 2 تا عمرن به اندازه اون 2 تا نفروختن. نیویورک و Bringing Out the Dead به اندازه اون 2 تا نفروختن. Cape Fear میخوره کامرشال تر باشه، ولی Color of Money هم پول نیومن نه. ببین من فکر کنم من حدسم Cape Fear. دلیلش هم به خاطر اینه که اون موقع دوران حالا
اوج رابرت دنیرو بوده؟ خیلی سخته آرنو. تو به نظرت کدومشون بیشتر طرفدار میکشونده به سینما، پال نیومن یا رابرت دنیرو؟ کالر آف مانی اگه اشتباه نکنم تام کروز هم توش بودش ها. من دوستان من تقلب نمیکنم، من فهم میخوام اینا بازیگرای یه چیز کیا بودن. کالر آف مانی نه چت جی پی تی. نه ببین کالر آف مانی سال 1986 میاد. خب آخ همین بازیگر خوب خیلی کالر آف مانی. من میگم کالر آف مانی. ببین پال نیومن، تام کروز، جان تورتورو، اونجرز اون موقع. من هنوز پای حرف کیفیرم هستم. من کیفیر تو چیز من اینور برای خودم می نویسم اینو که بعداً چک کنیم. اوکی من این کالر آف مانی اینجا میزنم. اوکی بعدی Scorsese changed writer Paul Schrader's original ending for Raging Bull. What climatic scene did he elect to ditch? میگی یکی از پایان‌های فیلمنامه اصلی که پول شریدرز برای ریجینگ بول نوشته بوده رو گاو خشمگین حذف میکنه. آره کدوم یکی از اینا رو تصمیم میگیره که حذف بکنه از فیلم؟ A scene in which a drunken LaMotta is beaten to pulp by his vengeful wife. میگه زنش LaMotta رو میزنه، دهنش سرویس میکنه. A musical sequence in which a grinning LaMotta dances on stage with Ginger Rogers and pantomime horse. یه سکانس میوزیکاله که لاموتا داره با جینجر راجرز که یادم نیست کی بودش پانتومیم میرقصه. A scene in which a weeping LaMotta attempts to masturbate in his prison. لاموتا در زندان داره خودارضایی میکنه. یک سین هستش. A dream scene in which the crypt Jake LaMotta regains the middleweight title by defeating Marvelous Marvin Hagler. میگه لاموتا ماروین هنگل رو شکست میده و برنده میدل ویت میشه. میدل ویت چی میگفتیم؟ وزن میانی مثلا. آره اینجوری. باید میشه مثلا یادم نیست ریجینگ بول چیزی تموم شد. تو فکر میکنم بیشتر یادت باشه. من فکر میکنم میوزیکال سیکونس نبودش توی اندینگ ریجینگ بول یا ماستربیت. ببین ناکن بذار چیزی که من یادم رو بهت بگم. کلا سکانس های پایانی ریجینگ بول نشون میده که اسم باکسر چی بود؟ چیچی لاموتا بود؟ جک لاموتا نشون میده که خیلی چاق شده. بعد یه دونه باشگاه کامدی فکر کنم داره، یه باشگاه کامدی خیلی کوچیکی هم مثلا دیگه زندگیش اون شور و شوق قدیم رو دیگه نداره و داره برای مردم جوک تعریف میکنه و مردم مثلا میخندن و از این حرفا. این چیزی که من یادمه، شاید مثلا بازم بعد از این باشه، ولی چیزی که من حدس میزنم میگه کدوم از اینا ممکنه هیچ کدوم این چهارتا نیستن توی فیلم فکر میکنم. نه هیچ کدوم نیستن ولی اسکورسی حذف کردش. میگه کدوم اینا ایده پال شریدر بوده که حذف کرده، یعنی یک سواد خارج از فیلم نیاز داره. من فکر میکنم خیلی سخته. ببین میدونی من چرا میگم اولیه نیسته؟ زنش میزنه. ببین توی فیلم‌های اسکورسیزی تو خیلی از فیلماش تو این صحنه رو میبینی که زن مثلا حالا اون آدم معروف میگیره کتک میزنه اون آدم معروف رو. توی گودفلاز بود، توی وولف آف وال استریت بود، توی همشون هستن. توی همین اینم بودش اون. نه خود لاموتا داداششو میزدش. ببینی من کدومو میگم هست. من فکر میکنم از لحاظ منطقی که الان گفتی اون سکانس خودارضایی در زندان باشه، چون در پایان اون میخواد نشون بده که چقدر شخصیتش پایین اومده دیگه. شاید مثلا گفته اسکورسیزی این دیگه خیلی مثلا زیاده رویه و خیلی مصنوعیه. من فکر میکنم این باشه. این منطق خوبیه. من داشتم به آخریه فکر میکردم که مثلا دوباره داره رویا پردازی میکنه که مثلا قهرمان جهان بشه و اینا. ولی خیلی دیگه اون اندینگ مثلا
خوبی، اندینگ خوبی نیست، ولی من فکر کنم هدف اسکورسیزی بود که توی تاریکی تموم بکنه فیلمو. من موافقم با تمام. سکانس زندان، سکانس خود اکتشافی در زندان. اوکی. سوال بعدی. Who was Scorsese's first choice for the role of the sour TV host in The King of Comedy, eventually played by Jerry Lewis? دیگه اون مجری تلویزیون کینگ آف کمدی، در ابتدا اسکورسیزی کدوم اینا رو بازیگرا رو می‌خواسته بیاره که بعداً دیگه در نهایت تو فیلم جری لوئیس بازی کرده؟ اولی مایکل اسپل، دو باب هوپ، سه فرانک سیناترا، چهار نیل دایموند. من تنها کسی که از این لیست میشناسم فرانک سیناترا. می‌بینی منطق من چیه؟ منم دقیقاً مثل تو هستم. من فکر می‌کنم جری لوئیس بازی کرده، خب یعنی یه نفر بالاتر از جری لوئیس تو ذهنش بوده که اون نه اومده بعد جری لوئیس اومده دیگه. ها شاید اینجوری باشه. واقعا تنها کسی که میتونه جری لوئیس بالاتر باشه تو اینجا فرانک سیناترا. منم میگم فرانک سیناترا. از اون برم خود اسکورسیزی عاشق کلا موزیکای خواننده‌های ایتالیایی. البته فرانک سیناترا آمریکاییه ولی خب از منطق ایتالیایی میاد. بکنم فرانک سیناترا اتفاقا چیز ایتالیان امریکن باشه مثل اسکورسیزی. بزن فرانک سیناترا. فامیلی سیناترا. زدم. بعدی. Scorsese's films are no strangers to controversy, but which of the following is not true? میگه فیلم های اسکورسیزی خیلی حواشی زیادی دارن ولی کدوم یکی از اینایی که در ادامه گفته میشه واقعی نیستن، یعنی حاشیه واقعی نیست. اولی The director was banned from ever entering Tibet after the release of his Lama biopic Kundun. میگه کارگردان دیگه اجازه ورود به تبت رو بهش ندادن بعد از فیلم کاندون. Taxi Driver was said to have inspired John Hinckley Jr. assassination attempt on President Reagan. میگه تاکسی درایور میگن که باعث شد که جان هینکلی سعی کنه که رئیس جمهور ریگن رو بکشه زمانی که ریگن رئیس جمهور بودش. The Last Temptation of Christ provoked a riot of a cinema in Paris where Molotov cocktails were thrown and 13 policemen were injured. میگه آخرین وسوسه مسیح اسکورسیزی توی پاریس باعث شدش که تظاهراتی انجام بشه که ملت کوکتل مولوتوف و اینا پرت میکردن و 13 تا پلیس هم مصدوم شدن. Former mobster Henry Hill and Scorsese after the release of Goodfellas claiming that the film was defamatory and that he had never known abused cocaine. میگه هنری هیل بعدن از اسکورسیزی شکایت کرده بود، هنری هیل کسی که گودفلاس شخصیت هستش بودش، که من انقدر کوکائین نمیزدم تو یه جوری که شما نشون میدادید. بین اینا کدومه؟ گفته بین اینا کدوم درسته کدوم غلطه، کدوم دروغه. کدوم آره. من یه ایده‌ای دارم. منم یه ایده دارم. تو اولیت رو بگو. ببین دو تا هم. ولی من فکر می‌کنم اولیه که مثلا اسکورسیزی رو منع کردن ورودشو به تبت. چون داستان Last Temptation of Christ مطمئنم واقعیه. اون آخری هم هنری هیل هم فکر میکنم یه جا شنیده بودم که گیر داده بوده به اسکورسیزی. ولی بین تاکسی درایور که جان هینکلی مثلا تاکسی درایور دیده رفته ریگن رو بکشه و ممنوع ورود کردن اسکورسیزی به تبت، این دوتا شک دارم که اولی رو من فکر میکنم درست باشه. من یه خورده نظرم مخالف تو اینجا. ببین منم کاملا میدونم که آخرین وسوسه مسیح خیلی سر و صدای بد کرده بود، تظاهرات و اینا، ولی اینی که کوکتل مولوتوف پرت بکنن نه اینو مطمئنم. مثلا جای 13 تا باید 12 تا باید سوال احمقانه ای میشه. اوکی من بهت اعتماد میکنم. یک کدوم از اون دوتایی که فکر میکنی رو بزن. اولی رو بزنم تبت رو بزنم. تبت رو بزن. دان انجام شد. اوکی. چند تا سوال کلا؟ 16 تا ما 10 تا رفتیم. دهمیه این. What true life tortured artist did Scorsese play in Akira Kurosawa's Dream back in 99? میگه اسکورسیزی نقش کدوم هنرمند این تورچرد آرتیست داره چی میگن؟
زجر دیده هنرمند آفره میشه هنرمند زجر دیده ای. نقش کدوم هنرمند زجر دیده ای رو اسکورسیزی در فیلم دریمز اکیرا کوروساوا در سال 1990 بازی کرده؟ وینسنت ونگو، کارواجیو، جکسون پولوک، فیودور داستایوفسکی. متاسفانه من دریمز رو ندیدم. همیشه دوست داشتم ببینم، کاش میدیدم که میگفتم. ولی ببین من حدس من اینه قیافه اسکورسیزی به ونگو نمیخوره. خب جکسون پالاک هم نمیخوره. کارواجیو هم فکر کنم خیلی قدیمیه برای اون فیلم. من فکر می‌کنم داستایوفسکی باشه. البته اینو داشته و حواست باشه اگه کارواجیو باشه، کارواجیو هنرمند ایتالیایی بوده. خب اسکورسی مثلا نمیدونم دریمز در مورد چیه. منم هیچی نمیدونم. آها از اون لحاظ میگی. آره the fuck. اوکی کدوم انتخاب کنیم؟ الان خوبه مثلا همون ونگو بوده که ما اول اصلا حذف کردیم. منم میگم کارواجیوه. داستایوفسکی کارواجیو. به قیافه جکسون پالاک رو دیدی چجوریه؟ نه ببین قیافش نمیخوره. نمیدونم. من میگم کارواجیو. من کارواجیو رو میخوام بزنم. کارواجیو بزن. من کارواجیو رو میزنم. اوکی منم کارواجیو بزنم. Scorsese's first big break came courtesy of which of the Hollywood players؟ میگه اولین فیلم اسکورسیزی که این موقعیت ساخت این فیلم رو اسکورسیزی گرفت با تشکر از کدوم یکی از این آدمای هالیوودی بوده؟ کدوم اینا کمکش کردن؟ British director Michael Powell, who hired him after he had sent prints of his student films addressed to my mentor. کارگردان بریتانیایی مایکل پاول که اسکورسیزی فیلم کوتاهش رو برای اون میفرسته. Horror king Roger Corman, who asked Marty to make an exploitation pic. راجر کورمن هارر ساز که از مارتین اسکورسیزی میخواد که یک فیلم این اکسپلویتیشن ها بسازن، اینه که سانسور محتوایی ندارن. Robert Wise, who hired him as an assistant director on The Sound of Music. رابرت وایزی که به عنوان دستیار کارگردان در فیلم Sound of Music استخدامش کرده بود. جیمی Tartaglia, a New York mob boss looking to launder some cash by producing film. یارو ماب نیویورکی که میخواسته فیلم بسازه که پولشویی بکنه. کدوم اینا باعث شدن که اسکورسیزی وارد هالیوود بشه؟ ببین با منطق اسکورسیزی اگه منطق باشه باید چهاررامی باشه. خب هم اسکورسیزی نیویورکیه، هم همیشه عاشق فیلم‌های گنگستری بوده. من می‌بینی کدومو میگم طبق چه منطقی؟ من بین اولی و آخری همو بگو. نه من دومیم. من میگم راجر کورمن گفته اکسپلویتیشن فیلم بساز و فیلم‌های اول شورت فیلم‌های اول اسکورسیزی مثل بیگ شیو و اینا همه اون شکلی بودن. به من دلیلی که بین اولی و آخری هم اولیه، من فکر کنم اسکورسیزی باید چند تا فیلم کوتاه میساخت که کارگردان رو بگن که خب نه تو استعدادشو داری، ما اگه بخوایم مثلا کمکت بکنیم. فهمیدم. ولی من همچنان دومی رو میگم. اینو بنویس که تا اولیه رو گفتی. 11 رو اولیه رو گفتی. من میذارم راجر کورمن بوده. 12می بریم. آره. 12می ساده است. The Departed is a remake of which acclaimed Hong Kong action thriller. میگه Departed بازسازی کدوم یکی از این فیلم‌های اکشن هنگ کنگیه؟ City on Fire, A Better Tomorrow, A Hero Never Dies, Infernal Affairs. دیگه معلومه دیگه. Infernal Affairs. من تو این برنامه چند قسمت پیش صحبت کردم اتفاقا در موردش. آره. بعدی. To date, how many Best Director Oscars has Martin Scorsese won? میگه تا به حال اسکورسیزی چند تا اسکار بهترین کارگردانی رو برده؟ اینو من فکر کنم میدونم. من میگم یه دونه برده. من فکر کنم یه دونه باشه. بگو. بخاطر دیپارتد برده فقط. اوکی.
Okay, میریم بعدی. Which of the following is not a named character in the Scorsese mob classic Goodfellas؟ میگه کدوم یکی از این کاراکترهای زیر اسم یه کاراکتری در فیلم گودفلاس نیست؟ فرانکی ناکلز، جیمی تو تایمز، جیمی تو تایمز give me a break Pete the Killer، فریدی نو نوز. ببین دیگه مطمئنه جیمی تو تایمز که بهترین کاراکتر گودفلاس بودش. اون که هستش. فرانکی ناکلز هم فکر کنم بود، نبود؟ فرانکی ناکلز هم من فکر کنم بود. پیت the Killer، فریدی نو نوز. من بگم پیت the Killer من نشینده بودم توی فیلم. این دلیل این که من فکر کنم پیت the Killer باشه، گودفلاس همیشه یه خورده تون کمدی توش داره، یه کوچیک داره. دقیقاً زارت نمیگم بگین یارو کیلره. دقیقاً منم پیت the Killer اونو میزنم. اوکی بعدی. Why not me? Why not? A guy can get anything he wants as long as he pays the price. این دیالوگ رو که میگه چرا من نه؟ هر کسی میتونه هر چیزی داشته باشه تا زمانی که بهاش رو بده. میگه اینو کی گفته؟ Rupert Pupkin in King of Comedy، Dalai Lama in Kundun، Newland Archer in The Age of Innocence، Max Cady in Cape of Fear. من فکر میکنم من تقریبا حسم با یکیشون هستش. بگم من حسم با روپرت پاپکینز. ولی بگو. دقیقاً برای منم همونه. روپرت پاپکین in The King of Comedy. اونو میزنیم بعدی و آخری. فیلم خوبیه، بگو. آره اینم آخری. Scorsese reported next project is a biopic of the rising of which 20th century American president. میگه فیلم بعدی اسکورسزی فیلم زندگی نامه کدوم یکی از رئیس جمهورهای قرن 20 آمریکا هستش؟ تیودور روزولت، بیل کلینتون، لیندن جانسون، رونالد ریگن. این دیگه من میدونم. من اینو نمیدونم جوابش. تیودور روزولت هستش. دیکاپریو هم نقشش بازی میکنه. بزن. اوکی. الان وقتش سابمیت رو بزنیم. امیدوارم همه چی کار بکنه. بزن. اوی. چند تا غلط داشتیم همین. ارور گرفتم آقا. ارور 404 گرفتم. اشکال. ولی جوابا رو میدونم. اگه برات لینکو بفرستم جوابا رو الان تند بزنی و بزنی روش اوکی هستش. آره دوستان ما برگشتیم. اگه دقت کنی یه کاتی جامپ کاتی اینجا خورد. بخاطر اینکه وقتی من سابمیت زدم که جوابا رو بگیرم ارور دادش سایت گاردین. بعد برای آرنا فرستادم، آرنا همه جوابا رو دوره اونجوری زد، برای اونم ارور دادش. بعد آرنا کاری که کرده اینی که همه اینا رو داده به چت جی پی تی که با چت جی پی تی ما فکت چک بکنیم که ببینیم چیه. و الان قراره جوابای درست رو به ما بگی آرنا که ببینیم چقدر تا درست گفتیم. بریم دست چت جی پی تی درد نکنه، یه خورده کمک کرد اینجا. خب سوال اول این بود که اسکورسیزی دوست داره چی بشه؟ جوابش گنگستر بود. اسکورسیزی در بچگی علاقه‌مند بود گنگستر بشه. جدی میگی؟ باورم نمیشه. من فکر کنم چت جی پی تی اشتباه. توضیحش هم گفته که اسکورسیزی چند بار این قضیه رو اعلام کرد که موقعی که بچه بود همیشه تحت تاثیر گنگسترایی که تو دنیا بودن قرار میگرفته. جواب دومی یه اصطلاحی وجود داره it's so overt it's covert. دقیقا اینجوری بوده. باورم نمیشه انقدر ساده بوده. اوکی بعدی. جواب دومی اولین فیلم فیچر فیلم اسکورسیزی، اولین فیلم بلندش سال 1967 میاد و اسم اونم Who's That Knocking at My Door؟ کی داره در خونه منو میزنه؟ واقعا بین این و همون شک داشتم. دقیقاً من همیشه فیلم کردم اون کوتاه. جواب سومی رو ما درست داریم. جواب سومی دنیل دی لوئیس بوده، کسی که اسکار نگرفته. چهارمی نه این من یه جاهای اشتباه حس میکنم که چیزم داره اشتباه میکنه چت جی پی تی. سوال چهارمی بود که خب کدوم کمیو رو بازی نکرده. این میگه که اتفاقا ونجفول یعنی شوهر انتقام جون نبود. ولی من درسته این تو توضیحش میگه که اسکورسیزی یه دونه مسافر تاکسی بوده، ولی من فکر کنم این اشتباه داره میگه. من جوابش این
این اشتباه. حالا باید پیدا بکنیم چی بود جوابش. پنجمی در مورد ساوندترک مین استریت جواب درست جامپینگ جک فلش اند بی مای بیبی بوده که ما گفتیم ریور مون بود، یعنی که اینو اشتباه گفته بودیم. میخوره الان که داری اسمش میگی میخوره. جواب ششمی The Color of Money چیزی بوده که از همه توی فیلم‌های اسکورسیزی بیشتر موفق بوده در نظر تجاری که 52 میلیون دلار. دوب 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 دوب. من درست گفتم. تو گفتی کیفیه درسته؟ که گفته که ستاره هایی مثل پال نیومن و تام کروز خیلی کمک کردن به این قضیه. سوال هفتمی کدوم پایان پول شریدر توی ریجینگ بول عوض کرده بوده؟ جالبش اینه که چیزی که ما گفتیم اشتباه بوده. اسکورسیزی اون پایانی که لاموتا مست داره توسط زنش کتک میخوره رو اسکورسیزی حذف کرده. اونی که تو دقیقا مطمئن بودی نبوده. ببین آخه میک سنس میکنه تو گودفلاس دقیقا اون صحنه رو داره، درسته؟ آره راست میگی. اشتباه گفتم. آره. الکی تهمت زدیم. هشتمی جوابمون درست بود. فرانک سیناترا کسی بود که اسکورسیزی میخواست برای اون نقش. نهمی همین درست گفتی. اسکورسیزی از ورود به تبت من میشه بعد از ساختن دالای لاما. همین اینو من چه اشتباهی کردم. جواب سوال دهم توی فیلم دریمز آکیرا کوروساوا اسکورسیزی نقش وینسنت ون گوگ رو بازی کرده بوده. What؟ همین یه لحظه گوگل کنیم ببینم قیافش چجوریه تو فیلم. من خیلی کنجکاوم. اسکورسیزی چیزم ویلم دفو هم نقش ون گوگ رو بازی کرده. دریمز آکیرا کوروساوا. من دوستان من یه لحظه خیلی کنجکاو شدم ببینم. بله خودشه. ریش سیویل نارنجی براش گذاشتن، زردش کردن. اینجا قیافه بر خودش که ایمد دیگه. خب اوکی. سوال 11 فیلمساز ترسناک راجر کورمن از اسکورسیزی خواسته بود که بیا یه فیلمی درست بکنیم که شنیعه باشه، مثلا اکسپلویتیو چی اومد بگیم ترجمه کنیم تو فارسی؟ نمیدونم. 12 درست بود. اینفرنال افرز. فکر کنم دیگه این وقت همه رو درست گفته باشیم. اینفرنال افرز بوده. 13 اسکورسیزی فقط یک بار اسکار بهترین کارگردان گرفته. حمید ما این اشتباه گفتیم. 14 سوال کاراکتری که توی فیلم گودفلاس نیست فرانکی ناکلز. فرانکی ناکلز؟ کیلر کی بوده؟ 15 رو ما درست گفتیم. روپرت پاپکین بوده. و کینگ آف کامدی. 16 هم تئودور روزولت فیلم بعدیه. مارتین روزولت فیلم بعدیه. اسکورسیزی عالی بود. نسبتا خوبه. خوب بشناختیم اسکورسیزی. درست سوال سخت بودن همیدا. خیلی سوال سخت. خیلی سخت بودن. آره. خود گاردین جوابی براش نداشت. اوکی. صحبت از اسکورسیزی شد. بریم سراغ فیلمی که دنباله یک فیلمی هستش که بسیار از فیلم‌های اسکورسیزی الهام گرفته و یکی از پرودیوسرهای مهم این دوتا فیلم پرودیوسر اصلی فیلم‌های مارتین اسکورسیزی هم هستش. اون فیلم جوکر فولی ادو 2024 هست، دنباله فیلم جوکر تاد فیلیپس که 2019 اومد و کلی اسکار درو کرد و نامزد شد و بیش از $1 میلیون فروخت. آن رفته بود اون موقع تو سینما رفتی این فیلم؟ من تو سینما دیدم. درست. قبل از اینکه شروع بکنیم یک موضوعی رو من اینجا مطرح بکنم. تقریبا هیچ انسانی رو من ندیدم که از این فیلم خوشش اومده جز خودم. غیر از 3 موجود، جز من، تارانتینو و کوپولا. عجیبه کوپولا این وسط از فیلم جوکر خوششه. این فیلم یه توضیح میخوایدم. توضیح به نظر لزوم بیا این فیلمو با اسپویل صحبت کنیم، یعنی در مورد پایانش و اینا هم صحبت کنیم که چون احتمالاً اون کسایی که خیلی کنجکاو بودن تا الان بدون شک دیدن، اون کسایی که ندیدن یا اهمیتی براشون نداشته یا مثلا انقدر مثلا بد شنیدن در مورد فیلم که علاقه ای ندارن. ولی بماند که
جوری که من رفتم این فیلم رو ببینم، در ابتدا چند تا موضوع رو با خودم مطرح کردم. گفتم یک، کاری نداشته باش بقیه چی میگن، مثلا میگن فیلم بدی و اینا، فقط با دید خودت برو. و دو، کاری نداشته باش که این فیلم در مورد جوکر هستش، بخاطر اینکه اونجایی که من خیلی دنیای دی سی و بتمن و اینا رو دوست دارم، ممکن بود طرفداری بکنم، مثلا بگم آه یاس جوکر مثلا فلان اینا. یعنی در نتیجه خیلی دیدم این بودش که داینامیک و میانه رو این فیلم رو تماشا بکنم. و فیلم رو دیدم، فوق العاده من از این فیلم لذت بردم و فیلم دو جا اشک من رو به کنار واقعا باعث شد که گریه بکنم و چندین ساعت بعدش هم حتی تاثیرش روم بودش. و تا این حد که من خیلی عجیبه ولی این فیلم رو بیشتر از فیلم اول دوست داشتم، و در حالی که فیلم اول رو هر دوتا هم من و هم تو بکنم اون سالی که اومد اولین سالی بود که پاپ کورن بودش و تو به عنوان بهترین فیلم سال اگه اشتباه نکنم انتخابش کرده بودی و اینجوری بودش این تجربه برای من. حالا بدون شک بیشتر بحثایی که وجود داره همه از فیلم دوستش ندارن اینا و این مباحث بسیار زیاد هستش. خواهم اینجوری شروع بکنیم با صحبت تو، ولی در انتها من میام صحبت میکنم که چرا مثلا من برعکس دیگران علاقه داشتم و قراره که از همه فوش بخورم. ببین همین، من کاملا میفهمم که الان تو قراره بیای با یه پرسپکتیو دیگه حرف بزنی، ولی من با نکته دومی که تو گفتی موافق نیستم. اسم فیلم هست جوکر فولی دو، یعنی نه این یه جای اصلاح بکنم. این نبودش که مثلا بگم نه مثلا جوکر نیستش اینا، این بودش که چون خیلی علاقه زیادی به دی سی و چیز دارم میگفتم با دید علاقه و طرفداری واردش نشو. از این بود گفتم. ببین من این فیلم فکر کنم چند ساعت، 2 ساعت فیلمه، درسته؟ فیلم 2 ساعت و 18 دقیقه است. من از کل این فیلم بی اغراق دارم میگم، به نظر من کل فیلم 10 دقیقه خوب داره، اونم 10 دقیقه اول فیلمه که یه تیکه انیمیشنه. به نظر من تنها تیکه فیلم که داره کاراکتر پردازی میکنه، داره یه چیزی رو نشون میده که در ادامه تمام چیزاییه که تو قسمت 1 اینا بهش پرداخته بودن، همون تیکه انیمیشن است که من موقعی که فیلم شروع میشه با اون انیمیشن فیلم شروع میشه من واقعا فکم افتاد بود، گفتم این که خیلی خوبه که این مشکل فیلم چیه. ولی مشکل من از کجا شروع شد؟ مشکل من دقیقاً از موقعی شروع میشه که فیلم به اون صورت نه هسته اصلی داستانی داره و تمام تمرکزش رو میذاره روی 2 تا قضیه کلی. 1، کاراکتر آرتور فلک به عنوان کاراکتر جوکر با بازی خواکین فینیکس، اینی که این آدم شماها تو قسمت اول دیدین که چه جور شخصیتیه، حالا بیاین بعد عاشقانش رو ببینید. و 2، دنیایی که حالا قراره بر اساس تصمیماتی که آرتور فلک گرفته به 2 قسمت تقسیم شده. دنیایی که این رو به یک شخصیت جانی مریض تبهکار میبینه و طرفداراش که این رو یک قهرمان میبینن. این تقسیم میشه فیلم توی این 2 قسمت. بعد عاشقانش، بعدیه که لیدی گاگا واردش میشه، کاراکتر هارلی کوین واردش میشه، و حالا بعد دیگهش بعدیه که قسمت‌های حالا قضایی داستان، قسمت‌های جنایی داستان، همش میره تو این بعد که چرا کلاً جامعه 2 دسته شده نسبت به این. همین فیلم چند تا ایراد بسیار بزرگ داره که من از اون اول این ایرادا به چشم نمی اومدن تا موقعی که فیلم به وسطش رسید. فیلم قسمت‌های موزیکال زیاد داره و کاری که تاد فیلیپس کرده اینه که خب اومده موزیک ها رو وصل کرده به داستان فیلم که اینا چجوری داستان تعریف بکنن، چجوری بعدهای بعدی شخصیت رو بپردازن. اما به نظر من بزرگترین اشتباهش این بود که زیاده روی کرده. ببین اگه کل فیلم بگیم مثلا چه می‌دونم 8 تا قسمت میوزیکال داره، از این 8 تا شاید 2 تاشون خیلی خوبه، ولی بقیه‌شون من واقعا همش احساس می‌کردم که اینا اضافی‌ان، نه به داستان چیزی اضافه میکنه، نه به شخصیت چیزی اضافه میکنه و داره ضربه میزنه به ریتم فیلم. من یادمه که مثلا فرض کن موقعی که به موزیکال 7 رسیده بودیم من از موزیکال خسته شده بودم، نه از فیلم. گفتم دلیلش چیه؟
ببین من نمیخوام همه چی رو جمع بکنم پاس بدم به تو، ولی دلایل اصلی که من مشکل دارم با این فیلم، یکی ریتم عجیبشه که موزیکال و قسمت‌های درام با هم قاطی میشن که به نظر من درست نیست. دو، کاراکتر هارلی کوین و بعد عاشقانه آرتور فلک که از من بپرسی که حالا چه حسی گرفتی، من بی‌حسم. یعنی که من احساس میکردم که درست نیست اتفاقات عاشقانه این فیلم. و سه، ریتم فیلم. من موقعی که فیلم تموم شد خسته شده بودم به خاطر اینکه منتظر بودم اتفاقی که تا آخر فیلم میفته بعد از 45 دقیقه بیفته. یعنی که من همش منتظر بودم خب بزنید تمومش بکنید دیگه. نمیدونم، دوست دارم بدونم که چی شد که تو خوشت اومد از فیلم. میگم هر کی نظر شخصیشو داره، ولی کاملا زمین تا آسمون نظر من با تو فرق میکنه. من فکر میکنم تو تاریخ پاپکورن انقدر اختلاف سلیقه نشه. یعنی دقیقاً چیزایی که میگی چیزایی هستش که به نظر من اونجوری نیست و چیزایی هستش که به نظر من توی این فیلم درسته. از بعد ببین یه نکته‌ای وجود داره. از دو نوع میشه فیلم رو بررسی کردش. یکی این که واقعاً از بعد هنری این چه فیلمیه، و دو، یه چیزی که خیلی جذابش کردش بر من فولی دورو، جوکر دورو، اینی که چه کار متفاوتی هستش توی ساختار هالیوود چنین فیلمی. در ابتدا کلیت این فیلم در مورد چیه؟ کلیت این فیلم برخلاف چیزی که تو میگی که مثلا یه عده مثلا میخوان جوکر باشه، اینا کل دنیای جوکر میخوان این جوکر باشه. و وقت برمیگردیم سراغ فیلم اول. فیلم اول تاد فلیپس میگفت این فیلمو در مورد این ساختیم و کلا توی فیلم معلومه در مورد سوژه تاپیک اصلی جوکری کایندنس بودش. میگفتش دنیایی که کایندنس رو فراموش کرده، محبت رو فراموش کرده و طی این قضیه داروش ازش دولت گرفته بودش، تمام کسایی که دوستش داشتن، مادرش فراموشش که همکاراش، اینا کایندنس محبت رو گرفته بودن. و این شخصیتی که پیش زمینه مریضی روانی داره کشیده شد به جایی که one bad day که دست به قتل زده میزن. و این مریضی روانی منجر شد توی فیلم یک دیدیم که دقیقاً مثل آدمایی که به خصوص شیزوفرنی دارن و بایپولار هستن سعی میکنه کوپ کردن با اون درد و اون عذاب وجدان و اون زجری که داره رو توی فیلم یک میدیدیم که به موسیقی توی ذهن خودش رفتش و خیلی چیزا رو توی ذهن خودش ساخته بود. میگفت نه من یه دختر من دوست داره و همش اینا ساخته بود. و شخصیت جوکر شخصیت دفاعی ساخته ذهن آرتور فلک هستش و فیلم جوکر در مورد آرتور فلک هستش که چی جوری داره در مقابل تمام این چیزای بدی که بهش شده، علل خصوص زمانی اوج میگیره که متوجه میشه که پدرش ترکش کرده و اون ایده این که ممکنه بابای بتمن باباشم باشه. فیلم دوم، فیلم یک 40 میلیون ساخته میشه با این ایده. همه میان، این مسابقه بودش که تاد فلیپس و واکین فینیکس بعدش میگفتن به اشتباه فیلم رو فهمیده بودن و بسیاری از منتقدین به اشتباه میگفتن جوکر is glorifying violence، داره خشونت رو ترویج میده، در حالی که میگه پیام فیلم این نیستش، نشون میده که یک آدم چجوری به اونجا رسیده. دقیقاً خیلی همونجوری که گفتیم اسکی رفته از تاکسی درایور اسکورسیزی هستش. فیلم دوم در کمال جالبی خودش میاد این قضیه رو هم درون داستان مطرح میکنه و هم تبدیل میشه به یک فیلمی که با مخاطب داره ارتباط برقرار میکنه. میگه اوکی همه توی این فیلم از این آدم میخوان جوکر باشه، شخصیتی که شخصیت آنارشیست هستش، شخصیتی که داره خلاف قوانین کار میکنه، سر همین جذاب میشه. سر همین توی زندان حتی گاردای زندان که از شغلشون خسته شدن هم میگن آرتور یه جوک بگو تبدیل به جوکر شو. همه وقتی که کار عجیب غریب جوکری انجام میده دوستش دارن. توی دادگاه کل دنیا میگن جوکر شو، میان بیرون. خیلی شبیه داستان منسون شده بودش که بیرون دادگاه اکس میذاشتن رو صورتشون، اینا شبیه جوکر میکردن. و طبقه پولدار جامعه، هارلی کوین یه زن وارد این قضیه میشه، اونا هم میگه و حتی
و جایی میرسه که حالا نم یه لحظه ما اینجا قطع شدیم تا کجا رفتم و میگم داشتی تا چیزو میگفتی، داشتی هارلی کوین رو میگفتی که از قسمت بالای جامعه میاد. آره و یه جایی توش دارم مصاحبه میکنم و این مصاحبه فوق شایع مصاحبه‌ایه که اسمش یادم رفت، با چارلز منسون انجام داده و حتی قاب و جایی که توی زندان هستن عین همونه. بعد میگه که ببین همه شما دارید منو تبدیل میکنید به اون آدمی که یه اشتباهی کردم و همش در مورد اشتباه گذشتم صحبت میکنید و هیچ وقت در مورد آینده صحبت نمیکنید و یهو مطرح میکنم من الان مثلا عاشق شدم و میبینیم حتی اون عشقی هم که اون آخرین امید کایندنسی که توی زندگی آرتور بهش فکر میکرده هم دروغ بوده وقتی میفهمیم هارلی کوین پلن اصلیش چی بوده. و توی فیلم یه نکته جالبی که داره اینی که هر وقت این شدت دردی که بهش وارد میشه زیاد میشه پناه میبره به موسیقی. چرا؟ توی دنیای فانتزی میوزیکالش که پر از رقصیدن و موسیقی است کاملا برعکس دنیای زشتیه که در دنیای واقعیت داره. توی اونجا شخصیت میوزیکال جوکر هستش و این شخصیتی که منجر شده به این تاریکی کشیده بشه آرتور فلک اونجا تحت کنترل آرتور هستش و داره موسیقی میخونه. و اتفاقا جایی که میوزیکال هستش اگه با دقت نگاه کنیم خیلی داره در مورد شخصیت و رویه تقابل بین این جنگ بین آرتور و جوکر، جنگ داخلیه داره روایت میشه و اتفاقا هیچ فیلم از بود رومانتیک هیچ ربطی به هارلی کوین نداره. هارلی کوین یه شخصیت فرعی کاملا مثلا فقط یه کلید هستش برای یه نقطه‌ای برای بخش میوزیکالش، یعنی تنها یک امید برای آرتور فلیک هستش که آخرین امیدش هم ازش گرفته میشه و به پایان فیلم نزدیک میشه. وسط فیلم توی یه بخش میوزیکال دارن با هم میخونن، بعد یهویی جوکر ناراحت میشه، میگه مثلا بعد میگه که هارلی میگه چرا مثلا ناراحت شدی، میگه تو من نمی‌کنی، مثلا در مورد من نمیخونی. اینجوری جایی هستش که انگار واقعا تاد فلیپس میادش دقیقاً وسط فیلم هم هستش، میگه اوه هانی ما در مورد تو صحبت نمی‌کنیم، we're here to talk about them، اینا رو سرگرم بکنیم. و اینجا جایی هستش که میگه که در ادامه میبینیم تاد فلیپس داره میگه که حتی شما بیننده ها، و همیشه تم این فیلم اینه که there is no joker، جوکری نیست، میگه همتون با این که مثلا خشونت رو و چیز میکنی محکوم میکنی ولی باز همه دنبال اینه که جوکر بیشتر همانشون بده، الان مثلا بره یه عملیات مثلا خفن انجام بده، شورش به پا بکنه فلان اینا. و در حالی که تارانتینو میگه جوکر واقعی تاد فلیپس هستش، میگه کلا این there is no joker فیلم در مورد آرتور فلیک هستش که شخصیت بایپولارش جوکر هستش که شخصیت دفاعیش هستش و این به زیبایی توی میوزیکال و توی روند روایت میشه تا پایان فیلم از دید من. ببین یه چیزی که به نظرم برای احساس میکنم که بزرگترین نقطه تفاوت نظر من و توه، من کلن این نگاه رو توی خلق کردن اثر هنری هیچ وقت دوست نداشتم، حالا میخواد تو هر اثری باشه، که کارگردان یه اثر موفقی ساخته، خب بیاد قسمت دوم حالا بخواد بسازه، حالا ادامه بسازه و تو قسمت دوم برگرده به من مخاطب بگه که ها گول خوردی، یا به قول اینجایی یا مثلا fuck you، من هر کاری دوست دارم میکنم، توی مخاطبم هیچ حقی نداری که نظر داشته باشی به خاطر اینکه داری اشتباه فکر میکنی، چیزی که من فکر میکنم درسته. این نگاهی بود که تاد فلیپس توی این فیلم از اول داره. تاد فلیپس میاد چیزایی که توی قسمت اول ساخته بود رو میذاره کنار، چیزایی که به نظر من نقاط موفق اون فیلم بوده میذاره کنار، میگه که هر چی که تصور داشتی دیگه نداشته باش، از این ور حالا بیا چیزای میوزیکال نگاه بکن. من مخالف این حرفتم که میگی هارلی کوین فقط یه مهره جانبیه. کاملا به نظر من این اشتباهه. چرا اشتباهه؟ آرتور موقعی با کاراکتر داخلیش و موقعی با آرتوری که تو ذهن خودش داره درگیر میشه، موقعی که عاشق میشه. عاشق کی میشه؟ عاشق این شخص میشه. چرا تمام میوزیکالایی که داره، چرا تمام لحظاتی که خوشحاله، کلید خوشحالیش این شخصیت خانومه؟ به خاطر اینکه اون شخص یک جای بسیار بزرگی باز کرده تو کاراکتری که درون خودش داره، کاراکتر آرتور فلیک که تو ذهنشه.
پس نمیشه گفتش که کاراکتر هارلی کوین یه کاراکتر جانبی بی‌خاصیته. نه خیلی مهمه. نه من این تا نرفتیم. هارلی کوین از دید آرتور شخصیت مهمیه. ببین چون قشنگ ساختار فیلمنامه معلومه، ما انداختیمش توی زندان، بعد از چنین چیزی هیچی امیدی نداره، چرا باید آرتور شخصیتش ادامه پیدا کنه؟ یه دونه انگیزه باید بهش بدیم که ادامه بده مسیر رو، که توی دادگاه نه الان بهش میرسیم که چرا میگم توی دادگاه دلیل این که جنگ بین آرتور و جوکر جنگ درونیش هست که به نظرم سکانس‌های فوق‌العاده هستن توی دادگاه، باید یه پرپسی داشته باشه که آرتور براش بجنگه مقابل جوکر و اونم عشق هستش که در قالب امید. ولی از دید آرتور هستش اون هارلیه، یعنی هر چیزی که میبینیم خود تاد فلیپس میگفتش که ما از قصد از لیدی گاگا و خواکین فینیکس هستیم که پایین تر از حد معمولشون بخونن، یکم کثیف بخونن، فالش بخونن اینا، چون همه فیلم از دید آرتور هستش. خود شخصیت هارلی به غیر از دید فیلتر پی او وی آرتور هیچ شخصیت مهمی نیست، هیچ تأثیر اونقدی نره، فقط اون فانتزی که تو ذهن خودش درست میکنه. عین شخصیت زازیویتس میمونه توی جوکر 1 مثلا یه وجود نداشتش در واقعیت، ولی در تصور ذهنی جوکر این بودش که مهم نیست که من مامانم دوستم نره مثلا فلان اینا، من یه مثلا عشق پیدا کردم. دقیقاً این کارو توی اینجا انجام میده، با این تفاوت که هارلی هم یه کرمی ببین اینجا داشتش به اون سادگی اولی. به نظر من مخاطب دارم میگم، من کاری به مثلا به شخصیت فیلم ندارم. من مخاطب کاراکتری که دارم توی فیلم دنبال میکنم از اول تا آخر فیلم کاراکتر جوکر، کاراکتر آرتور فلیک، کاراکتر با بازی کاراکتر آرتور فلیک. دقیقاً درستش اینه، کاراکتر آرتور فلیک. من دارم این شخص رو دنبال میکنم. خب موقعی که این شخص عاشق میشه، برای من مخاطب الان نکته مهمیه که خب تو عاشق شدی، به من نشون بده که چه جور عاشقی هستی، به من نشون بده که عشق رو چه جوری میبینی، به من نشون بده که تویی که با درون خودت هر روز داری کلنجار میری، اون شخصیت درونیت عشق رو داره چه جوری میبینه. پس عشق یک مبحث بسیار مهمی میشه توی این فیلم. اما اینا تو نشون دادن این قضیه مشکل دارن. یعنی الان حمید از من بپرسی که آرتور فلیک عشق رو چه جوری میبینه تو زندگیش، انقدر که این قسمت آشفته و شلخته کلن نوشته شده توی فیلم نامه این فیلم، من توضیح درستی ندارم. خیلی ابسترکت میتونم به تو توضیح بدم، خب که به نظر که ابسترکت بودنش کمک نمیکنه به فیلم، بیشتر گنگ میکنه. گنگ توی قضیه بد بودن، نه قضیه این که تو رو به سوال فکر کنه، که سوال برات ایجاد بکنه، فکر بکنی، ایده پردازی بکنی. مشکل من با اینه، یکی از مشکلات بزرگ من با این قضیه است. چون ما میگم چیزی که یعنی انگیزه مثلا میده به کاراکتر، یعنی دلیل میده به ادامه دادن جنگ بین آرتور و جوکر، زمانی ازش که توی زندان همه باش بد هستن و این میادش میگه که من تو دوست داشتم، فیلمی که از رود ساخته بودم فیلم خوبی بودش و تا داره بهش اهمیت میده به این کاراکتره. و مهمتر وقتی جلوتر میرن و وقتی جدی تر میشه و اون زمانی هستش که دقیقاً توی فیلم نامه زمانی که کاملا جوکر شده، همه جوکر دوست دارن و میگه وکیلم هم بره، خودم دفاع میکنم. ولی ناگهان یه تغییری بزرگی اتفاق میفته. چرا میادش و آرتور میگه که نه there is no Joker، من هستم اینو، و همه مخالفش میشن. دقیقاً بعد از جایی هستش که شخصیت هارلی کوین میاد میگه من حامله هستم، چون آینده ای رو میبینه که آینده فقط در قالب آرتور جلو میره. و توی دادگاه قبلش میدیدیم میگفتش پدر ابیوسیوی داشته و آرتور داره سعی میکنه با جهت دادن به خودش، با بالانس کردن آرتور به این اطلاعاتی که داده شده با این چیزی که هارلی بهش گفته جلو بره و جوکر رو بذاره کنار. یعنی حتی فراتر از اون هدف اولش میره جلوتر. و یه سکانس خیلی باحال داره که توی خیابونا وقتی میان میدوز جوکر رو میان نجاتش میدن، داره فرار میکنه، جوکر داره دنبالش میده، عین اون کارتونه میفته میانده شادوز
ما شادوز می همچین چیزی بودش اینا و نشون میده که همیشه جوکر دنبالشه و این جوکر چیه؟ جوکر گناه گذشته و اون شخصیت مدافع آرتور هستش که در قالب یک آدم روانی میادش بیرون که در آخر سرم نکته خنده‌دار شاهکارش بودش که ملت همه اکشن فیگورهای جوکر رو دادن بعد فیلم تیشرت نمیشه. تو ایران مثلا می‌بینی تابلو فروشو کنار جوکر رو گذاشتن و یا مثلا جوکر دور میره تاش می‌بینن که یارو مثلا عشق زندگیش انداختش رفت کل مردم ازش نفرت دارن و یه نفر اومد با چاقو کشش که what the fuck و این فوق‌العاده بودش و من واقعا این قضیه لذت بردم. من خیلی مشکل داشتم، هنوزم مشکل دارم. ببین حمید میدونی مشکل من، ببین یه چیز دیگه اینو من بگم بعد تو بگو. ببین اینی که پایان بندی فیلم، یعنی حالا فیلم ما اگه ما خود بخوایم ساختار کلاسیک خود نگاه بکنیم، اکت 1 اکت 2 اکت 3، من احساس میکردم موقعی که داستان فیلم از بعد عاشقانه و یه خورده شخصی و درونی رفت وارد بخش دوباره جامعه شو، یعنی به محض اینکه اتفاقات درون دادگاه داره خیلی پررنگ‌تر میشه، من دوباره با فیلم مشکل پیدا کردم به خاطر اینکه احساس کردم فیلم انگار از وسط دو نصف شده. قسمت اصلا فرض کن 1 ساعت اول فیلم، 1 ساعت و ربع اول فیلم کاملا داره یک داستان دیگه رو میگه با یک تون دیگه، با یک لحن دیگه. الان داستان اومد داره با یک لحن کاملا جدا حرف میزنه. من اصلا میدونی یاد چی میافتادم؟ یاد این میافتادم که مثلا فرض کن 2 تا چیزی که به هم وصل نمیشن و تو با چسب نواری بخوای به هم به زور بچسبونی. اگه این 2 تا چیز کاملا جدا بودن من هیچ مشکلی نداشتم، ولی چون میکس شدن، ریخته شدن تو یه قابلمه با هم دیگه، همین به قول آمریکایی‌ها میک سنس نمیکنه برای من. یعنی که قابل هضم نیست برای من این قضیه. اتفاقا اون بخشی که میگی به نظر من خیلی بال بدش، چون به کلایمکس فیلم میرسیم. کلایمکسش دقیقا مثلا این فیلم اکشن ها، مثلا نه فیلم های جیمز کامرون هستش، مثلا دو بخش فیلم داره بیلد اپ میکنه، بخش سم فول اکشنه. اینم همینجوری بودش. تا اینجا آرتور داشتش بنا به امید عشق با شخصیت آرتور موفق تر بودش، هر از جنگای هم جوکر میبینه. ولی بخش سوم جایی بودش که جوکر داشت پیروز میشد و یه چیز خیلی هوشمندانه وجود داشت که کسی در موردش صحبت نمیکنه. وقتی که جوکر وکیلش رو اخراج میکنه با لباس جوکر میادش و اون مصاحبه‌ای که با اون یارو بنده خدا آدم کوتاه صحبت میکنه، اونجا جایی بودش که تاش من اشکی ریختم که تنها کسی که تو این فیلم اهمیت میداد میگفت آرتور تو نیستی، تو تنها کسی بودی که من چیز نمیکردی، نمیخندیدی، منو مسخره میکردی. و بعدش میگفتش من دیگه هیچ سوالی نپرس. جوکر داشت میزش میگفت دود نزا ایموشن بیاد که آرتور برندشه، میگفت دهنتو ببند. کاری که داشت اسمارت اینجا حالا جدا از این انجام میدادش، اون کاری که داشت میکردش با شخصیت جوکر در نهایت از لحاظ قانونی ثابت میکرد که شیزوفرنیکه و بایپولاره. یعنی نبوغ اون جوکر دنیای دی سی اینجا داشت میومدش، ولی در نهایت همون اطلاعاتی که شخصیت هارلی کوین دادش که حامله هستیم منجر شدش که کاراکتر آرتور غلبه بکنه به شخصیت جوکر و در نهایت به قول میاری وارد دیساپوینتمنت اومد کشتش و یه جوکر واقعی ساختش. یه نکته یارنو بگم این وسط در مورد جوکر 1 بگم. یه ایده عجیب غریبیه. جوکر 1 به نظر من اگر اسم جوکر روش نبود و دنیای دی سی نبودش و مهمتر از همه اگه فیلم نولان نبودش اونقدر موفق نمیشد. اکثر مردم فیلم نولان منظور چیه؟ یعنی که سگانه دارک نایت هیث لژر. آره جوکر هیث لژر. اکثر مردم ما مثلا حالا خیلی فیلم بین هستیم و میگیم نه ببین این شخصیت دی سی فرق میکنه با اون شخصیت دی سی، این در این یونیورس. فیلم 1 بیلیون خورده‌ای فروخته، یعنی اینکه 1% عظیمی از آدمای کژوال بودن. من تو ایران مثلا تو مهمونی عید من دیدم در مورد جوکر صحبت می‌کردن، پیرمردا اینا حرام ریخته بودش، داشتن میگفتن او رقص شبیه رقصای ایرانی بود، اینو پشمون وایکینگ فینیکس. علتش این بود که انقدر فیلم نولان موفق بود همه داشتن میگفتن آقا این جوکر دارک نایت چقدر خفن بود. این فیلم نشون میده که اون چی جوری بوده، در حالی که هیچ ربطی نداشته. خب و فیلم اول به نظر من خیلی مثلا، یعنی اگه اسم جوکر رو حذف میکرد یه دونه همینجوری فیلمی میمد همه میکوبیدنش، یه شایی عین همین فیلم وضعیتش میشدش. و من
کینگ آف کمدی تاکسی درایور رو علنا ترکیب کردی. فیلم دوم با این که به نظر من خیلی یونیک بودش، یکی از دلایلی که من فیلم دوم دوست داشتم دیگه تقلیدی نداشت، کاملا یونیک بودش. به نظر من فیلم دوم، فیلم اول همون بلایی سرش میاد که فیلم دوم افتاد. اگر با دید متفاوتی ملت سراغش میرفتن، این فیلم از همون اولش محکوم به شکست به خاطر اینکه میوزیکال بودش. حالا بیایم بگیم اشتباه هر کسی میتونه باشه و این فیلم عجیب غریبیش اینه که نه آدینس تست داشته، نه جیمز گان فیلمو دیده بوده، نه دیوید زازلوف دیده بوده و زیبایی قضیه اینه که تاد فیلیپس و خواکین فینیکس هر کدوم 20 میلیون زدن به جیبشون، گفتن ما هیچ جای دیگه جز خود الی که نزدیک خودمون باشه درست نمی‌کنی. و ببین ایده اولیه فیلم از کجا در اومده؟ ایده اولیه فیلم از خود خواکین فینیکس اومده که I'm still here رو ساخته که 2 سال از زندگیشو انداخت رفت صرفا سر این که به دنیا بگه که من رپرم الکی و make a fool out of people. ولی یه چیزی همین در مورد این قضیه بگم، در مورد قضیه که چرا اولی اینقدر موفق بود. من با کلی آدم صحبت کردم که آدمایی که شاید به معنای واقعی آدمای فیلم بین نیستن یا با نگاه منتقد هیچ وقت فیلم نگاه نمی‌کنن، تقریبا همه‌شون جوکر اولیه رو دوست داشتن. و اگر ازشون مثلا یه نمونهش که من هم تو ذهنم دارم پرسیده بودم که چیه جوکر برای تو جالبه، گفت من درگیر احساسات فیلم میشدم همش. یعنی چیزایی که فیلم داشت به من نشون میداد من احساس میکردم که همش برای من قابل درکه. طرف آدم جانی نبود، آدم خیلی معمولی بود، ولی احساسات رو درک میکرد. توی این فیلم جوکر 2 همین این قضیه‌ای که ما بیایم احساسات رو بتونیم منتقل بکنیم به مخاطب، یک به نظر من دلیلی که از دلایل اصلی شکستش همینه. آدم که مثلا خیلی از آدمایی که فیلمو دیدن اومدن بیرون نمیتونستن بگن که مثلا ما چه حسی داریم. همه مثلا میگفتن که نمیدونیم چیه این فیلم، درکش نمیتونیم راحت بکنیم. و این بخاطر اینکه فیلم کامرشالی نیستش. بدون شک فیلم کامرشال، اولی هم کامرشال نیست. خیلی این فیلم شبیه چیه؟ مو نمیزنه با کارهای لارس وان تریر، علل خصوص دنسر این دی دارک. فیلمایی کاملا خشک و نیهیلیستیک سابجکتیو هستن. مثلا دنسر این دی دارک آدم مثلا دقیقاً همچین خشکت به تمام معنی. ولی فیلم اول فیلمی از گرفته شده از دهه 70، تاکسی درایور، people love it، کینگ آف کمدی، همه دوستن و یک چیز کانکشنی وجود داشت. بعد فن فیوریت بودش، ملت میبودن اون سکانسی که بروس وین رو میبینه اینجوری خنده بچه خونه، اون نمیدونم اگه توی یوتیوب تیکاش دیدی توی سینما ملت بلند میشن دارن دست میزنن که دود still این هنوز فیلم کامیکه. ولی همه کامیک فنا، یا تو من خودم اونجا هستم، من آرشیو همه چیزای کامیکای بتمن رو دارم، از کامیکاش گرفته فیلم و اینا. مخالف فیلم دیدم و حالشون به هم خورد به خاطر اینکه میگفتن که ما گول خوردیم، این جوکر نبودش. و قبول ندارم، ولی یه فیلمی باید این کارو بکنه. ما در سال 30,000 تا جوکر داریم، بذارید یه نفر بیاد دیگه فاکی. بقول میگم یه ریویو از تارنتینو از عالیه. تارنتینو حالا برای اینکه ما دیمانتایز نشیم بهتره که نگیم که تارنتینو، برید ببینید تارنتینو چه گفته. اوکی خیلی تایم گذاشتیم برای جوکرانو، ولش کن بریم. چند میدی امید؟ نمره آخر تو بده. آها بازم منو میزنید. ولی یکی از متفاوت ترین فیلمایی بود که من امسال دیدم و خیلی دوستش داشتم. حالا کاری ندارم که نظر بقیه چیه، نظر من چیه فلان اینا، آیا واقعا فیلم بدیه خود، ولی فیلمی بودش که واقعا میگم دو جای فیلم من گریه کردم لیترالی. و با اینکه من از موزیکال نفرت دارم ولی خیلی برای من تاثیرگذار بودش و من فیلم امتیاز شخصی من به 10 از 10 رو میدم به جوکر فالیه 2. شما چند میدی؟ من فکر کنم یا 4 بهش میدم یا 5. یعنی که قبول داری بایپولار ترین فیلم تاریخ پاپ کورنه؟ اینو منکو دونه یک جایی که من خیلی با هم با لالا لند با لالا
نه لالالند من نمیگم فیلم بدی، نه لالالند اینجوری نیست، اینجوری که تو داری میگی فاک یو تاد فیلمز و هالیوود. لالالند دید من فیلمو دیدم تا تاش لذت هم بردم، ولی میگفتم اونقدر چیز مثلا یونیکی نبودش. آره اوکی بریم سراغ فیلم بعدی که فکر می‌کنم با هم نظر هستی و قراره برگردیم دوباره همراه باشیم با هم دیگه تو این رودخونه. برو بریم. فیلم بعدی فیلم جدید یورگوس لانتیمس هستش به نام Kinds of Kindness که سال پیش یورگوس لانتیمس Poor Things ساخته بود. Poor Things هم همینجوری بود. Poor Things هم واقعا چیزیه که من تو با هم مخوام. Poor Things دقیقاً Poor Things من واقعا فکر کنم 2 3 اینا دادم که اونم گفتم با خاطر آرت دایرکشن فوق العاده فیلم بودش اینا. من خیلی بدم میومد و به نظر فیلم فاسدی بود که داشت مغز آدمو خراب میکرد در اصل. و در حالی که من و آرنا یورگوس لانتیموس یکی از کارگردانی بود که فوق العاده همه کاراش دیدیم و فوق العاده دوست داریم و Poor Things برای من خیلی ناامید کننده بود. بعدش زارت سال بعد به نام خدا Kinds of Kindness دوره یه فیلم دیگه ای داد بیرون یورگوس لانتیموس. توضیحی میدی آرناس که این اثر هنری چیه؟ دوستان واقعا انقدر توضیح این فیلم کار سختیه. من الان سعی میکنم با کمک IMDb این فیلم رو بهتون توضیح بدم. 3 تا توضیح بعد اونجوری بدی ها. ببین خودمون چیزی میگیم الان. همین فیلم کاری نره. 3 تا فیلم کوتاهه. 3 تا فیلم کوتاهه که بازیگرا توی این 3 تا فیلم کوتاه بازیگرا یکی ان ولی کاراکتراشون عوض میشه. این فیلم بذار اینم میگم. این فیلم یه خورده تم کمدی تاریک کمدی تلخ رو داره توش، تم تراژدی هم توش داره، اما یه جاهایش مثلا یه خورده طنزی میاد که آدم واقعا لبخند به لبش میاد. ولی خب مثلا تو نمیتونی بگی که مثلا این فیلم همش تیره و تاریکه. خب طنز همیشگی یورگوس لانتیموس بازیگرای استایلش رو متوجه میشه. این فیلم بازیگرای خوب اتفاقا زیاد داره. یکی از بازیگرای مورد علاقه من از این نسل جسی پلیمنز تو این فیلم بازی میکنه با من بازیگر اصلی که جایزه بهترین بازیگر کن رو جسی پلیمنز برد سر این فیلم. اینو من نمیدونستم. سر 3 تا نقش انگار برد. اما استون بازیگری که جدیدن خیلی با یورگوس لانتیموس زیاد کار میکنه، ویلم دفو و مارگارت کوالی. خب دوستان من یه چیزی بگم. من همین سر پور things با هم دیگه کلی اختلاف داشتیم. کارگردانی که سال پیش فیلم یورگوس لانتیموس فیلمش اومد بیرون و کلی حالا منتقدارم به 2 دسته تقسیم کرده بود. این فیلم من چیزی که انتظار داشتم خیلی متفاوت بود. من فکر میکردم که این فیلم دوباره قراره یه فیلمی باشه تو تم مدرن ولی خب کمدی مخصوص یورگوس لانتیموس هم داشته باشه توش. که موقعی که فیلم شروع شد بعد از 10 دقیقه یه رو کاملا مطمئن شدم که این فیلم یه چیز متفاوت با چیزی بود که من تصور میکردم. حمید هرچی این فیلم جلوتر میرفت من تو ذهنم میگفتم که آیا فقط منم که دارم بیشتر زجر میکشم از دیدن این فیلم یا مثلا باید صبور باشم تا تهش رو ببینم. ما گفتیم این فیلم 3 تا فیلم کوتاه انگار. من موقعی که فیلم دومی تموم شد واقعا آماده بودم دیگه قسمت سومو نبینم. گفتم که نیازی نیست من ببینم، چی باید ببینم. ولی گفتم ارش کن تا آخرش رو نگاه. و مزخرف‌ترین بخشش هم بخش سومش بود. همچین فیلم بدتر و بدتر میشدش. کاش منم اون کاری کرده بودم. منم فکر می‌کردم یه 4 تا عکس که دیده بودم گفتم ایول برگشت این آدمیزادی سبک قبلی خودش، این لابستر، این کیلینگ آف سیکرد دیر، این داگ توث اینا هستش. بعد داستان اول باحال تازه داشت میشدش، یعنی اونجایی که یارو مثلا کشته اینا گفتم یه جایی داره میره. اما یورگوس برگشت مثل اینکه بعد یهویی نوشته دقیقاً زمانی که گفتم خب حالا بعدش چه اتفاقی میفته. گفتم هیچ چه اتفاقی میفته. عجب فیلمیه ایول. یهویی اسم بازیگرا اومد فیلم تموم شد بعد یه دونه فیلم دیگه شروع. گفتم وات اصلا کلا آرن قبول داری این آنتولوژی ساختن و این فیلمای مثلا توی یه دونه فیلم بلند چند تا فیلم کوتاه یه کارگردان درست میکنه به هیچ دردی نمیخوره، چون نه تایم داری شخصیت پردازی کنی. ولی که اونور همه سریال داره هالیوود رو چیز میکنه، تو برش توی فیلمت اونم تازه 3 بخش کردی.
مثلا فرصتی نداری واسه شخصیت پردازی داستان گفتن. حالا کاری نداری با اینکه زمان کمی داره یورگس لانتیموس برای هر کدوم از فیلم که در نهایت فیلم خیلی طولانیه 2 ساعت و 44 دقیقه هستش، ولی هیچ کاری تو هر کدوم اینا انجام نمیده. نه شخصیتی وجود داره، نه پردازشی وجود داره، نه هدفی وجود داره، نه اون هنرمندی چند لایه داستانی که داره میگه. یعنی مثلا نیتش خوب بوده نیتش خوب بوده. مثلا اومده گفته کایندنس رو، محبت رو از یه لنز عجیب غریب ویردنس ببینیم، از لنز یورگس لانتیموس ببینیم. این ایده باحالیه ولی کثافت ترین نوع ممکنه. یعنی واقعا در ابتدا تا هر انتهای هر داستان به من بگی این داستان از کجا شروع شد به چه شکلی جلو رفتش، هیچ چیزی وجود نداره و هر کدوم بدتر و بدتر شه. و اون داستان سوم واقعا دلم نمیخواد کاش ماشین زمان داشتم همین این فیلم و همون پور things رو نمیدیدم. و آنو واقعا به یه جایی رسیدم دیگه دوستان یورگس لانتیموس هر چی بذاره دیگه نگاه نمیکنم. باورم نمیشه دارم اینو میگم. من دارم به یه نتیجه‌ای میرسم در مورد خیلی از کارگردانا. اینا من احساس میکنم خیلی توانایی‌های خلاقانه‌شون رو استفاده کردن تو کارهای قبلیشون. باورم نمیشه اینو داری میگی. دقیقاً اومدم همینو بگم آرنو من فکر میکنم یه کریتیو جوسی وجود داره تو بعضی از بین میره. دقیقاً حرف دل من زدی. این یورگس لانتیموس هم شاید همین واقعا نیازه که مثلا چه می‌دونم مدل کارهایی که پال توماس اندرسون میکنه، آقا چند سال فیلم نساز، برو مثلا سفر برو کارهای دیگه بکن، دقیقاً دنیا رو ببین. اینی که پشت هم داره فیلم میسازه. و یه سوال بذار من از این سوال بپرسم، چه مخاطبی، کدوم مخاطب باید کاینز آف کایندنس رو نگاه بکنه؟ هیچ مخاطبی. چون توی کن من یادمه شنیده بودم که فیلمو بو کرده بودم و اونجایی که من آدم آنارشیستی اصلا گفتم چه فیلم باحالیه، تو کم بوچ کردن تمام فیلم باحالیه. و میبینی فکر میکنم پایین ترین امتیاز بین تمام فیلم های یورگوس هم داشته باشه، حدس میزنم. و فیلم توی باکس آفیس و اینا نابود شدش و من نمیدونم واقعا فیلم از لحاظ اینتלקچوالی فیلم احمقانه‌ایه، هیچ حرفی برای گفتن نره. از لحاظ گیشه چیزی. یه سوالی من اینجا دارم، خسته نشدی اینقدر ویلم دفو رو این نقش دیدیش، نقش منفی ویرد بودنو؟ چرا؟ آره ببین اصلا جدیدن من آخرین بار فکر کنم تو فلوریدا پروژکت اینه انسان بازی کرد. من اصلا موقعی که میبینم ویلم دفو با یه لحن خاصی داره حرف میزنه، بعد از همون دیالوگ اول میگم آخ همون کاراکتریه که همیشه هست، یه خوردم تغییرش نمیدن. میری خفن ترین جای این فیلم کجا بود؟ ته فیلم بود. یورگوس گفته خب فکر میکنم این فیلم نگیره، رقص فورتنایتی out of nowhere بزنیم. فیلم تموم میشه، اما استون میره رقص فورتنایتی میره. دیوانه ای به خدا. این چیزی که در مورد جوکر گفتم، حالا این انتقاد من به تاد فیلیپس ها، اینی که خالق اثر میاد توهین میکنه به مخاطب. یورگوس لانتیموس جدیدن داره این کار زیاد انجام میده، یعنی اینکه میاد به شعور مخاطب توهین میکنه. تاد فیلیپس بنده خدا توهین نکرد، اتفاقا احترام دو چندان گذاشته. تاد فیلیپس توهینش جوری دیگه. تاد فیلیپس میگه که اونی که پول درآورده منم، اونی که پول درآورده خواکین فینیکسه، اونی که پول میده بره تو سینما فیلم منو ببینه و اگه هم ناراضی بود مشکل عقل و شعور خودشه، توی مخاطبی این تاد فیلیپسه. اتفاقا نه، به نظر من احترامی که میذاره میگه دود همتون هر نوع جوکری رو دیدید، این یه دونه جوکر از دید منم متفاوت ببینید. نه اینکه مثلا اتفاقا اون کسی که میخواد گیشه‌ای بکنه داره توهین میکنه که مثلا بیاد دیگه هیت لجر جوکر یکی دیگه بزنیم ملت. همینطور میدونی دلیل اصلی ساختن جوکر فولی دو چی بوده؟ چی شد که اینا رفتن قسمت 2 رو ساختن؟ بدون شک از یه طرف چیز بودش دیگه، چون اینا وقتی تموم شد هم تاد فیلیپس هم خواکین فینیکس گفتم ما به هیچ وجه نمیخوایم دنبال این فیلمو بسازیم. مثلا من یه تستی بودش که ببینیم توی فضای مثلا آرتستیک این شخصیت‌های کمیک چجوری هستن و موفقیت آمیزن بودش. وارنر همون زمان یادم نیستش اون موقع وارنر دست کی بودش که توی مصاحبهشون میگفتن که ما داریم التماس میکنیم به تاد فیلیپس اینا که برگردن یه دنباله‌ای بسازن. بعد
خواکین فینیکس یه خوابی میبینه یه خویی داستان چیزی عوض خواب میبینه، بعدش میادش به تاد فیلیپس میگه که خواب من این بودش که آرتور تو یک زندان اسیر شده و این زندان تمثیلی هستش از زندانی که جوکر و آرتور در یک بدن هستن و این تقابل مثلا باشه و این ایده رو مثلا میبینه و میگفتش که تاد فیلیپس میگفت جایی که خیلی برای من جذاب بود وقتی بودش که چجوری توی فیلم 1 با موسیقی آرتور خودش رو هیل میکردش. به ما گفتیم که چی میشه مثلا همون کاری که توی فیلم اول انجام دادیم، اومدیم فیلم سمت آرت هاوس و مثلا فیلم‌های اسکورسیزی مانندش کردیم، بیایم اینجا یه کار متفاوت‌تر دوباره انجام بدیم، چیزی که ملت انتظار ندارن و بهشون بدیم، میوزیکال، چیزی که اصلا همه ازش دور هستن توی دنیای دیسی. اینجوری بوده این فیلم. اما یورگوس لانتیموس پور things که من میگم، پور things انقدر ووک هستش که میادش میگه هر مردی در جهان آدم متجاوزگر عوضیه و تمام عقب موندگی زنها به خاطر مردا هستش و هوشمندی چیه؟ اینکه کتاب زیر بغل کرکتر هست. منم کتاب میخونم پس من شخصیت مهمی هستم. واقعا پول things همونجوری بود و این باعث میشه که شما اگه دختر دارید، پسر دارید، بچه هستش، این فیلمو میبینید که ها مردا اینجوری هستن. نه اون توهین هستش. ببین پور things من هنوزش دفاع میکنم. پور things به نظر من فیلمی پور things قبول کن که یک فیلم ابر ووک هستش، جدای از هر چیزی. ببین المانای ووک داره ولی فیلم ووک نیست. فیلم ووک نیست. ببین برین قسمت پور things مون رو نگاه بکنید. ولی اینی که من همین این حس من الان تو به یه جایی رسیدی که اگه یک المان ووک ببینی شمشیرتو در میاری که به من المان ووک نشون میدی من با شمشیر بزنم. نه برای خلافش رو بخوای بهت همین الان ثابت کنم. فیلم نامبر 1 من از سال پیش چی بودش آرنا؟ مانستر بودش. فیلمی در مورد اینی که در مورد پرسپکتیوی بودش که نسبت به گی ها داشتیم. اون فیلم ووک نیست آخه. من ووک با مفهوم هالیوودی دارم. ووک نیستش. آفرین. به خاطر همینه که ایدهشو من کاملا احترام میذارم و قبول میکنم. یه سوال. ووک یعنی این که تو بیننده اینجا اومدی که من بهت درس بدم، درس اجتماعی بودن، درس اینو بدم که با زن چیزی صحبت کنی باشه. اگر تو خانواده‌ات جوری بودی که اینا رو مثلا بهت یاد ندن، دلیل نمیشه که من اومدم فیلم سینما ببینم ذهنمو فراتر ببرم. مثلا یه فیلم اسکورسیزی میگی مثلا این دنیا این شکلی هستش، بعد تا اینکه مثلا هالیوود بیاد به من میگه که خب نباید مثلا دستت روی زن بلند شه، نباید بی احترامی بکنی بگی، یا این پایه‌ای ترین اصول رفتاری هستش به من نشون میده. شاید برای بعضیا اوکی باشه ولی من ترجیح میدم وقتمو بزنم روی یه فیلمی که مثل مانستر میادش یه چیز دیگه صحبت کنم. کمدی هست یا نیست؟ کمدی فانتزی. نه تنها کمدی، کمدی فانتزی. من پور things رو دیدم قهقه میزدم و خنده. واقعا کمدی نیست. این کمدی رو میندازن به خاطر اینکه توی گلدن گلوب شانس اسکارش بالاتر، شانس گلدن گلوبش بره. این چیزی هستش که خود تارانتینو میگفتش جنگو رو تارانتینو میگفتش جنگو رو توی کمدی گذاشته بودم. من میگفتم این فیلم داره نجات پرستی. جنگو کمدی نیست، کمدی هست. جنگو کمدی هست. نه میگفتش خب بی احترامی به سوژه فیلمه. بعد میگفتش که اون زمان فیلم تارانتینو که دیدی عشان آنس میاد میگه، میگفتن که شانس جایزه بردن فیلم توی کاتگوری کمدی گلدن گلوب بیشتر میشه. ولی واقعیتش اینه که جنگو کمدی هست. جنگو خیلی خنده دار بودش ولی موضوع اصلیش اینه که ژانر اصلیش نیستش، یعنی راحت تو دراما قرار میگیره. اوکی آقا ما خیلی صحبت کردیم. کاینز آف کایندنس یه اسکور نابود بهش بده رد چیم بریم. کاینز آف کایندنس من نوبره نمیدونم 4 از 10 بهش میدم. منم 4 میدم چون واقعا فیلم برداری خیلی زیبایی داشت مثل همه کار. من جسی پلیمنز هم دوست داشتم. جسی پلیمنز خیلی باحال. بعد داستان اول خیلی پتانسیل داشت آرنو. داستان اول پتانسیل داشت و حتی میتونست یه خورده داستان از قبل ترش هم شروع بشه. یعنی که دقیقاً یکم هیستوری این دوتا رو ببینیم. نه
نمیدونم نامی کننده بود. بریم سراغ بخش کامنت ها. خیلی این قسمت طولانی و هیتی شد. ولی خوبه در مورد جوکر صحبت تو کردیم. خدا حمایت کنید. ولی مطمئنم چی میگن این قضیه جوکر چیزی بود که همین چند هفته همه منتظر بودن دیگه، باید حرف میذاریم در موردش. آره there is no Joker آقا. there is با there is منم شروع بکنم. دوستان دمت there is no comment. دوستان دمتون گرم برای کامنت گذاشتن. مرسی که حمایت میکنید. کامنت هایی که شما میذارین لطفاً برای قسمت های آخر کامنت بذارین، چون اونا کامنت هایی که من همیشه میرم پیدا میکنم میخونم و کامنت هایی که توی یوتیوب و کست باکس نوشته بشن تا جایی که بتونیم وقت بکنیم خونده میشن. کامنت اول از علیرضا: درود دوستان، این چند وقت درگیر لفتوورز بودم و خیلی از دیدنش لذت بردم. شنونده قدیمی پادکست هستم از دوران قبل کووید، ولی یادم نمیاد که این سریال رو دیدید یا نه. فقط یادم حمید واچمن دیمین لندلوف که سازنده لفتوور هست و خیلی دوست داشت. منم دوست دارم. خلاصه که سریال با این که زمان پخش دیده نشد آنچنان الان یه اثر کالت شده و از ساختای خوب تلویزیون ازش یاد میشه. لفتوورز تو لیست من هست و قطعا روزی میرم سراغش، نمیدونم کی، ولی همیشه من تعریف ازش شنیدم. آره منم دقیقاً توی لیستم هست. من اون زمانی هم که اومد فقط قسمت اولش هم دیدم، خیلی خوب بودش. دیمین لیندلوف حرف نره، من همه کاراشو دوست داشتم، آشغالای آخرش دوست داشتم. ولی الان چیکار میکنه؟ هستش هنوز؟ فکر کنم لیندلوف استار وارز قراره بسازه، فکر میکنم. قرارداد با دیزنی بسته یعنی؟ آره حالا تو اگه ادامه بدی من بهت میگم دقیقاً. کامنت بعدی از حامد کسمایی: درود فراوان بر رفقای جان. درود بر تو حامد کسمایی. بعد دیدن این اپیزود نمیدونم چرا یاد مینی سریال خیلی کوتاه افتادم به نام کالز که فقط صداه. چند تا تماس تلفنی تو هر قسمت که فوق‌العاده عالیه و پایان بندی بی‌نظیری هم داره. پیشنهاد میکنم بعد دیدن 1883 که همیشه توصیه میکنم اینم ببینید که کلا 2 ساعتم نمیشه. دوست عزیزم حامد کسمایی عزیز، یه خبر بهت بدم، اینه که بنده دیدن 1883 رو شروع کردم و در آینده نچندان دور در موردش حرف میزنم. یه خبر خوبه دیگه اینجا من بدم، این که دیمین لندلوف خدا رو شکر فکر میکنم شنیدم از اون پروژه مزخرف استار وارز دیزنی اومد بیرون و تهیه کننده و نویسنده یک سریال دیسی جدید خواهد بودش و اونم لانترنز هستش که از گرین لانترنز هستش. خوبه. سعید قاجی زاده چیزی می‌خواستی بگی همین؟ نه. من این چند وقت نشستم سریال بسیار حال خوب کن و آروم و خوشحال انی ویدن ای، همون آن شرلی خودمون رو دیدم. عالی، شاهکار، همه چیز سر جای خودشه. خیلی جدی پیشنهاد میکنم. من آخرین باری که آن شرلی با موهای قرمز رو دیدم همین یک طفل بودم در تهران. آره منم همینطور. من اون زمان دوست داشتم. این تو دیده بودی که من مطمئن نیستم این قضیه رو دارم از حافظم استفاده میکنم. این اینترویی که توی صدا سیما پخش میکردن موزیک جورج موزیک جورج مایکل آره جورج مانه بود. حساب کن آقا شما یه انیمیشن کودکانه، اون یارو با اون صداش میمد یه شعر میخون، آره تو چون میان فلان اینا، یارو بچه اصلا نمیفهمه اون چیه داره میگی. دود این محصولات ذهن ساخته ده 60 ها بوده. اینا اون زمان جنگ داشتن، اگه دقت بکنی همه کارتونا انیمیشن ها دارک وسط جنگ بودن، با اینا به صورت ریفلکس پس میدادن به بچه های اون زمان که حالا ما بودیم. موزیک جورج مایکل چرا روش بود؟ من همیشه قانون کپی رایت هم نداره که این. بعد فکر احتمالاً اون موقع هم نمیدونستن که جورج مایکل گیه. اگه میدونستن اصلا هیچ وقت اون کارو نمیکردن. بریم سراغ کامنت بعدی از علی کبیری. سلام، وقت بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. من فیلم وولفز رو دیدم که جالب نبود. جوکر هم دوست نداشتم. فیلم پلتفرم 2 رو دیدم که کاش ساخته نمیشد، اصلا بسیار بد بود. نظر شما راجع به پلتفرم خصوصا قسمت اولش چیه؟ یکی از دوستانم تو کامنت ها راجع به سریال کالز نوشته بود که حامد نوشته بود، همونی که
فده آلوارز ساخته. چند ماه پیش دیدم، فقط صدا بود و اپیزود کوتاهی داشت، در کل جالب بود. دوستان چند سال پیش یادم نمیاد کدوم قسمت، شاید فکر کنم همون سال اول پاپکورن بود، من و حمید در مورد پلتفرم حرف زدیم. پلتفرم خیلی فیلم خوبی بود، قسمت اول خیلی فیلم خوب، خیلی فیلم یونیک و جذابی بود، ولی قشنگ معلوم بودش دومیه که فیلم اول موفق شده حالت فرانچایزی بسازیم. برای من زیاد، چون فیلم اول یه ایده خیلی باحال بود، ایده به اندازه یه دونه قسمت باحال داشت، خیلی خوب پردازش شده، داستانش رو هیچ انگیزه ای نبود مثلا دومش رو آدم ببینه. چه این چیزی من در مورد سریال چیزام داشتم، وستورد هم داشتم، مثلا سیزن 1 تماشا کردم، زیاد انگیزه ای ندارم سیزن 2 ببینم و دلیل نمیشه که مثلا سیزن تموم شده یا نشده وستورد. آره با افتضاح هم تموم شد، هر قسمت هر یکی بدتر بود و رفت دیگه. بعد دیگه نولان اومدش و فالاوت آورد بالا که دیگه اون موفق. همین تو وولفز رو نمیخوای ببینی؟ من فکر میکردم فیلم جالبی باشه، اینی که براد پیت و منم خیلی امید داشتم. براد پیت و جورج کلونی خیلی حال میده، شاید یه زمانی توی جزیره‌ای باشم ببینم. نه علاقه دارم ببینم. کامنت بعدی از سینا حشمتی. همی جون سلام آقا، من تعجب میکنم مگه انتظار داشتی یه سریالی مثل فرام که قوی شروع میکنه و گیرا و همه چی رو جذب میکنه بتونه خوب ادامه بده؟ نه، همون لاستم خود من لاست باز بودم، اما به قول آرنا یه جایی بعد دیدیم که فاجعه ای شد. به نظر من این سبک سریالا فقط واسه پول ساخته میشن، انگار اینجوریه که کارگردان میگه داداش ببین بهت یه چیز خفن نشون میدم، همه رو انگشت به دهن میکنم، دوباره اپیزود بعدی چیز خفن‌تر، همینجوری میریم جلو تا موقعی که ایده‌ای نباشه، دقیقاً مثل بیزنس. بعد دهن به دهن میچرخه، پس همه میان سمت اون سریال، همه به خودمون و میبینیم که 2 تا سیزن گذشته و کارگردان فقط داره با شروور سرگرم میکنه، اما ما دیگه سرگرم نمیشیم چون گوشمون که دراز نیست. جزیره رو آخه غیب میکنیم. یا اول فصل این آدم فکر کنم گنگ جی جی ابرامز رو اینو با چاقو مثل پایان جوکر میزنه. یا the disappointment. نه آقا دلیل نمیشه. حالا ما چند تا قسمت دیدم، این چند قسمت مزخرفی بیش نبوده، ولی یهویی دیدی مثلا دوره پیکاپ کردن خوب رفتش جلو اینا. و یه چیز در مورد دردی که این سینا حشمتی میگه، من یه چیزی رو بگم. همین این دردی که لاست بازها، گیم آف ترونز بازها، مثلا کسایی که سالیان زیادی از عمرشون رو صرف سریال کردن و خیلی ناامید شدن در اون آخر، این درده خورده متفاوته. ببین من در مورد گیم آف ترونز این قضیه رو دارم. 10 سال از زندگیم بود. همین میدونی چی؟ گیم آف ترونز رو فکر کنم تا یادم سیزن 4 یا 5 دیدم و هم بهتر همونجا دیگه کشیدم کنار. ولی لاست رو میگم، اون سری هم گفتم خیلی سنم کم بودش، 15-16 سالم بودش من لاست رو دیدم و تا ته، حتی اون زمانی که دیگه سیزنش میمون خیلی بزرگتر شده باید میشد، اون موقع دانشگاه میرفت. ولی تا ته تموم شدش من لاست رو دوست داشتم و میگفتم چقدر خوبه. بعد بقیه میگفتم بعد ها چیش بد بودش اینا، ولی الان اصلا هیچی از لاست یادم نمیاد، اون موقع مثلا عقلم نمیرسه، ولی در اصل اون زمان من تا ته دیدم و خیلی لذت بردم. حالا ignorance is blessing به قول فرنگی‌ها، شاید این بود. یلدا واچمن زک اسنایدر رو با 6-7 نفر از دوستام دیدیم، من و یکی دیگه بیدار موندیم تا آخرش، خیلی دوست داشتیم، مثلا چون داستان کمیکش رو از قبل میدونستیم، ولی در کمال تعجب بیشتر دوستان حوصله‌شون سر رفته بود یا خوابشون برده بود. مارول فن بودن اونا، چون شوخی نمی‌کردن. چرا جوک نمیگه؟ یه چیزی در مورد واچمن طول فکر کنم 3 ساعت خورده ای هم فیلمه. آره من خیلی وقت ندیدم فیلمو، نمیدونم الان من تقریبا هر سال میبینم. من نمیدونم الان ببینم هنوز مثل اون اوایل دوستش دارم یا ندارم. حرف نرفتی. نه خدایی اگه تونستی یه تایم برو ببین. به نظر من هنوز با توجه به اینکه دنیا سوپر هیروها میبینی به کجا کشیده شده که همش مارولیه، یهویی میبینی این چقدر یونیکه. من کامیکشو خیلی دوست دارم. اونا همینجوری کامیکشو دوست دارم و خب این تاثیر قطعا سریالش هم فوق العاده بودش. راست میگی. جواد یه 2 تا انیمیشن جدید ساختن، چپتر 1 چپتر 2. من چند تا تیکه‌ای ازش دیدم. اوه فاجعه است. دیدی؟ همون واچمن رو برداشتن انیمیشن ساختنش، ولی فاجعه بودش.
کامنت بعدی از جواد: سلام، خسته نباشید. این چند وقت با سریال باشکوه پنگوئن سرگرم بودم. چه شاهکاری واقعا مت ریوز و رفقا چه کردن و چه بازی از کالین فارل و کریستیان میلیوتی. دنیای بتمن همیشه جالبترین و خفنترین دنیای ابرقهرمانا رو داره چون نزدیکترین به دنیای واقعیه و بتمن هم قدرت ماورالطبیعی نداره. یه چیز خوب این سریال حضور شهره آغداشلو و ایرانی بودن و ایرانی حرف زدن گنگ ماروتی هستش که تازه یک آهنگ رپ فارسی از فرشادم بود توش. تو این سریال پیوند ایران و بتمن کلا چیز جالبی بوده. اینو من شنیدم. حالا اگه یه موقعی من این سریال رو ادامه بدم دوست دارم ببینم که نقش شهره آغداشلو چیه تو این سریال. تو میدونستی این قضیه رو؟ نیستم آره هستش. ولی آرنو خیلی تعریف از پنگوئن شده. امروز گاردین یا نیویورک تایمز بودش یکی اینا یه مقاله نوشته و فقط تیترش دیدم. میگفتش که چطور مثلا مت ریوز و اچ پی و مکس تونستن یک شخصیت ساید کومیک بوکی رو از لحاظ هنری و میزان طرفدارایی که داره به سطح مثلا سوپرانوس ببینم. من خیلی بین تشبیه بین سوپرانوس و پنگوئن میبینم و میگن یک اثر کلاسیک آینده دار خلق شده. حتما ببینیم. من گرفتمش و به زودی هم شروعش میکنم دیدنشو. سبحان قربان. ایران و زمانی شما حال کنید که خودش یه چیزی بسازه. عدت شخصیت ایرانی. یعنی دوست داری یه بار بتمن تو تهران هم ساخته بشه؟ تهران؟ آره. بکنم مثلا سمت خانیاباد مانیاباد گنگ پنگوئن اون ور باشن. احتمال ترافیک هیچ معنی نداره. انقدر ترافیک بت موبیل هیچ فایده ای نداره. هیچ وسیله نقلیه ای نداره. انقدرم هوا کثیفه دوتا این گرپلا بزنه بخواد این ور به اون ور بره آلودگی خفش میکنه. بتمن مرد. اگه بتمن تو تهران می بود احتمالاً اون باری که من خفت شدم بتمن میومد من نجات میداد مثلا از دست تبهکارا. انقدر خلاف اتفاق میفته خفت شدن و ارجعیت نمیره. آره. موبایلتو دزدیدن. ببین همه چی رو میخواستن بدزدن ولی کیف منو باز کردن دیدن که توش فقط جزوه و اینا. گفتن تو کی داره؟ من می‌خواستم برم موبایل بخرم. واقعا می‌خواستم فردا برم موبایل بخرم. یه گوشی داشتم خیلی درب و داغون بودش. خیلی فکر کنم مثلا 20 سالم بودش اینطورا بودش. بعدم توی کوچه‌ای داشتم خیلی تاریک و تنگ بودش. 2 تا موتور اومدن 4 نفر اومدن پایین. بعد یارو مثلا چاقو اینام در نیومد. میگه دیگه ریاضی بلدی متوجه میشی داستان چیه. بعد گفت چی داری تو جیبت؟ من گوشی بودش و بهش دادم. بعد لحظه فکر کردم گفتم این سیم کارتش به دردت نمیخوره میشه گوشی بده. بعد گوشی بهم داد درش باز که سیم کارت داد درش گذاشتم. بعد گفتم برو. من خواستم گوشی بندازم دور سیم کارتم. برای من یه خورده ترسناک‌تر بود قضیه. ببین من تو چیز بودم داشتم من 18 سالم بود فکر کنم داشتم من دانشگاه برمیگشتم. بعد دیدی که سر مثلا 4 راه خطی و اینا هستن تو خطی سوار میشی. از این ماشین شخصی ها اومد. بعد توی ماشین 4 نفر نشسته بودن. بعد مافیایی شده و سوپرانوس شدی. گفتم که مثلا میخوام برم مستقیم بالا. گفت بیا بالا بشین تو. فیک تاکسی بودن. همین نشسته بودم صندلی عقب بین 2 نفر. آره. بعد مثلا فرض کن یه 2 دقیقه که گذشت سکوت محض بود. این کسی که بغلم نشسته بود دیدم دستشو انداخت دور گردنم. بعد من احساس کردم که یه چیز خیلی تیز داره میخوره به گلوم. بعد یعنی که به زور یه خوری کلام کش شنیدم که یه قمه خیلی بزرگه. گذاشته بود زیر گلوم. گفت ببین سرتو تکون نده جیغ و داد نکن من قمه نمیزنم به گردنت هر چی داری بده به ما. گفتم خب بیا کیفمو بگیر. اونی که بغل من نشسته بود کیف منو باز کرد. کیفم مدل این کیفه بود که انگار لپتاپ دارم من. گفت لپتاپت کو؟ گفتم لپتاپ چیه جزوه است. گفتش که گوشتو بده. گوشیمو در آوردم عین تو بود. طرف مثلا معرفت داشت سیم کارتو به من برگردوند. بعد همه این مدتم هنوز اون اون چی بود قمه زیر گلوی من بود. بعد رفتیم تو یه جایی یعنی که مثلا فرض کن من چون کلم پایین بود دقیقا نمیدونستم کجا داریم ما میریم. رفتیم تو یه جایی یه مثلا چند تا کوچه پس کوچه بود
طرف گفتش که ببین از ماشین پیادت میکنیم، چند قدم برو ولی جیغ و داد بکنی من قمه رو میزنم. گفتم باش. از ماشین پیاده شدم، کیفمو پرت کردن، بعد مثلا در رو بستن رفتن. ببین من اونجا خب بغیر از اینکه شوک بودم و اینا به کنار، من میگفتم من کجام، یعنی سرمو میچرخونن، گفتم که این الان کجای مثلا خیابونه که مثلا یه 10 دقیقه یه رو پیاده روی کردم رسیدم به خیابون اصلی و مثلا برگشتم. مافیایی و اسکورسیزی کارگردانش برای تو بوده. امروز یه میم دیدم در این روز، این چیز بودش توی گودفلاس بودش، جو پشی رو میبرن تو اتاق میگن ما میخوایم میدت کنیم، میره اونجا what the fuck میزن کلشو. و میمه امروز میگفتش که تاد فلیپس رو دعوت میکنن به چیز هدکوارتر وارنر برادرز. جو پشی گفته تاد فلیپس تا هم اینجوری بوده، چه چیز گنگستری عجیبی. اون راننده هم برای اینکه معلوم نشه کیه از این ماسکای اکسیژن زده بود، من نمیتونستم صورتش رو ببینم. به این راننده بوده what the fuck. 4 نفر خندان اومدن گوشی گرفتن رفتن. گوشیم از این گوشی بدر نخوره بوده ولی خب PTSD من گرفتم سر اون لحظه. صبحان خیلی وحشتناک. یه بازی دارم براتون، فکر کنم که تا حالا انجام نداده باشین. با این اپیزود متوجه شدم که یه سری فیلم‌های شاخص رو آرنو ندیده، یه سری فیلم‌ها رو حمید ندیده. اگه بخواین به طرف مقابلتون 5 تا از فیلم‌های شاخصی که شما دیدین و فرد مقابلتون ندیده رو حتما بگین بره ببینه، کدومان؟ خیلی سوال سختیه. ببین من یه چیزی همین الان تو گوشه ذهنم، نمیدونم چرا این اومد تو ذهنم. حمید کوراساوا خیلی دوست نداره، آکیرا کوراساوا که از کارگردانان مهم سینمای ژاپن رو. من اگه بخوام حمید رو مثلا بهش یه فیلم کوراساوا معرفی بکنم که فئودال ژاپن نیست و احتمالاً یه خورده داستانش جذاب تر باشه براش، همین هاین لوه. هاین لو از من خیلی فیلم خوبه. آره دیگه همین چه فیلمی هستش که تو دلت میخواد من ببینم ندیده باشم هنوز؟ واقعا هیچی به ذهنم نمیاد الان. اوکی، یه فیلم دیگه من از سینمای کره جنوبی بزنم اومد. به نظر من هند میدن پارک جون بوک خیلی فیلم خوبیه. میدونی من چه فیلمی رو میخوام از کره ببینم و همیشه تو کفش هستم ولی هیچ وقت نمیشه؟ اونم فالن انجل هستش. اونو من نمیدونم کدومه. فالن انجل همین، این سینمای کره نیست، این سینمای هنگ کنگه. تو داری در مورد چی حرف میزنی؟ ژاپن هنگ کنگه. وان کاروای داره. فالن انجل خیلی آره این یادم اون زمان صحبت کردیم، خیلی دوست دارم ببینمش. میبینم تو کلا وان کاروای فکر کنم اندازه من دوست نداری، تو خیلی کمتر دوستش داری. نمیدونم اصلا چی دیدم ازش. ببینم In the Mood for Love من زیاد دوست نداشتم. بماند In the Mood for Love فکر کنم واقعا 17 سالم بود. همین چانکینگ اکسپرس رو ببین. چانکینگ اکسپرس گرند مسترز واسه وان کاروای، اونو من خیلی دوست داشتم. دیدی؟ گرند مسترز 2013 نامزد بهترین فیلم اسکار. ببین من اینایی که دوست دارم، من چانکینگ اکسپرس شاید فیلم مورد علاقه‌ام باشه، خیلی دوست دارم. فالن انجلز رو خیلی دوست دارم، این مود فور لاو رو خیلی دوست دارم، ولی از همه بیشتر همین من چانکینگ اکسپرس فکر کنم. آره نجاره. من گرند مستر رو خیلی دوست داشتم. این مود فور لاو اوکی. حالا بعداً باید فکر بیشتر بکنیم این بازی بیام انجام بدیم. کامنت آخر از امید: سلام، من به تازگی باهاتون آشنا شدم و توی همین مدت کوتاه حس خیلی خوبی گرفتم از برنامه‌تون. ممنون ازتون. مرسی که به خانواده پاپکورن تاک پیوستی و دمتون گرم که کامنت گذاشتید. Welcome to the family. یه سوال این که برای شروع به دیدن سینمای کلاسیک کدوم فیلم‌ها و کارگردان‌ها رو پیشنهاد می‌کنید؟ اگه منظورت از سینمای کلاسیک مثلا یعنی فیلم‌های سیاه‌سفید دهه 40 50 اونورا اون منظورته، خب فیلم‌های خوب زیاد هستن. مثلا 12 Angry Men، گلدن ایرا. آره گلدن ایرا رو اگه بخوای بری کلی نوارای خوب داریم، ولی هیچکاک خوب داریم. بیامید یکی تو بگو یکی من میگم. مثلا من اینو میگم، من به نظر من سانست بولوار بیلی وایلدر خیلی مهمه. توی همه دانشگاه هم درس میدن این فیلمو، اونو حتما ببین بدون شک. دقیقاً بیلی وایلدر کلا خطا نمیری باش. دقیقاً هیچکاک هم داریم. هیچکاک یه دونه فیلمش معرفی کن. ریر ویندو رو بره ببینه احتمالاً.
ریر ویندو رو بدون شک برو ببین. آره ریر ویندو خوبه واسه گلدن ایج. ریر ویندو خوبه. کازابلانکا هم به هم دوست دارم. کازابلانکا فیلم خوبی. آره من کازابلانکا رو زیاد دوست ندارم. نه کمال تعجب. کی دیدی آخرین بار کازابلانکا رو؟ همون دوران دانشجویی بوده. آره من آخرین باری که دیدم بعدم نه اتفاقا تازه دیده بودم فکر کنم اصلا 5-6 سال پیش شاید دیده بودم. آره یه بار دیگه باید ببینم کازابلانکا رو دیگه. ببین چیز فیلم کلاسیک حساب میشه اگه اونو بگیم. لسامورای. لسامورای فرنچ ویو آخر 60 یا 70 بوده. چه سالی اومده لسامورای؟ بنده خدا آلندلون 67 پیش فوت کردش. همین اون فیلمه چی بود؟ اون فیلمایی که مال سینمای فرانسه بود که از زندان داشتن فرار می‌کردن. اون لهول بودش که چیزن اینا فرنچ ویون یکم کلاسیکه مثلا گلدن ایران نمیشن. 12 انگری من رو ببین. 12 انگری من خیلی خوبه. آره باید یکم دقیقاً بگی کلاسیک چیه، چون مثلا واقعا الان میدونی فایت کلاب هم تبدیل به فیلم کلاسیک شده. می‌خواستم دقیقاً همینو بگم. من داشتم آخرین باری که یه جایی چیز میخوندم طرف مثلا گفته بود که 10 تا فیلم اکشن کلاسیک، بعد من تو ذهنم کلاسیک رفت همون دهه 30 40 50 دیگه، دیدم همش دهه 80 90 بوده. گفتم اوه شت. آره پیر شدیم. لحظه من آرنا یه چیزی رو میخوام بگم. The Hole 1960 یه فیلم فرانسوی که من و آرنا فور دوست داشتیم. لتوغه اسم فرانسویشه. The Hole سوراخ 1960 دیگه چی؟ نمیدونم چرا گفتم لهین 1995 اون دیگه خیلی مدرنه. چه فیلم خوبی بودش لهین. یه دونه دیگه از سینمای ژاپن اگه کلاسیک میخوای ببین، دوتا کارگردان مهمش که همیشه هستن کوروساوا و اوزوان، که من از کوروساوا ببین همه هر جا میری میگن 7 سامورایی، ولی من هاین لو رو بیشتر از همشون دوست دارم. من میگم هاین لو رو برو ببین. اون فیلم کلاسیک سامورایی خیلی تاثیرگذار بودش روی سینمای وسترن اون که بعد خود کوروساوا تاثیر گذاشت. شاید همین یه دونه وسترن کلاسیک بگیم. گود بد زشت. گود بد خوب بد زشت خودمون هست. بذار یکم متفاوت تر بگیم وسترن. چی میدونی؟ یعنی از سرجیو لیونه بگیم یا از سرجیو لیونه نگیم؟ هر چیزی میدونه باشه. اگه سرجیو لیونه بگیم خوبه. واقعا $3 رو ببینی وسترن و بستی اینقدر خوبه. من فیسفول داره. من چیزم خیلی دوست دارم. Once Upon a Time in the West هم من خیلی دوست دارم. Once Upon a Time in the West فوق‌العاده بودش. ولی ببین میوزیک و موریکونه روی این لعنتی‌ها میادم موهای بدن سیخ. ولی فکر کنم همین آدم بالا بره پایین بره، کامل ترین فیلم تاریخ وسترن همون خوب بزشته بدون شک. حتی در دیسپیوت قرار داره. خیلی هستن مثلا به خاطر $1 رو ترجیح میدن. ولی $3 رو بگیم سیف ترین چیز ممکنه. آنا یارو ریمیک ردد 1 نمیخواد رو پی سی بری. ریمیک کنی ریمستره همین. آره از سالی که ردد بازی نکردم. منم همینطور. آره خیلی اون پایان لعنتی ردد 1 ردد 1 Don't open the door man. ردد 1 یه صحنه داره، نمیدونم تو صحنه یاد هست یا نیست. اولین بار بود تو تجربه کلا گیمینگ من داشتم توی دل صحرا حرکت میکردم، بعد یهو موزیکی که وکال داره میدونم کجا رو میگی، که داری از مرز آمریکا داری وارد مرز مکزیک میشی. آره ابر اونجا توی آسمون هست. بعد یه ایونت مهم من دستم شروع کرد به لرزیدن. دقیقاً به یاد موندنی ترین لحظه ردت برای من اونجا، به غیر از پایان عجیب غریبش. و بعد دیگه توی ردت تو آره ببین اینا کلاسیک‌های خیلی خوبی هن. یه فیلم کلاسیک دیگه ای که من حمید دوست داره من دوست ندارم سیتیزن کین. اما اینو بگیم پری کلاسیکه، انقدر قدیمیه. 28 نه یا 32. سیتیزن کین 41 حمید. 41
ابسولوتلی کلاسیکه. سیتیزن کینگ اومدش به نام خدا یه سری قوانینی رو گذاشت که هنوز سینما داره این نمیده. همیشه دوربینا اینجوری استاتیک اینجوری تو های لول بودن. بعد اورسون ولز اومد یکم بعد وقتا پایین نگاه سقفو نشون داد، از بالا نشون داد اینا. بین مصاحبه باش میدیدم. این مصاحبه خیلی خفن اورسون ولز هستش، مخصوصا که زمانی که پیر شده بود حتما ببینید، خیلی خفن. یارو میگفتش که چجوری مثلا همچین ایده‌های نوع فیلم برداری به ذهنت رسید و که مثلا دیگه سینمای مدرن از روی مثلا استایل تو اسکی رفتن اینا. میگم مثلا من تا زمانی که مردم نگفتن نمیدونستم مثلا کار متفاوتی انجام میگم، بقیه هم همینجوری فیلم برداری میکنن. ببین یه کلی لیست خوب برای شروع بهت دادیم، ولی خب چی میگن دنیای سینما انقدر بزرگه، هر چی که میری بازم فیلم هست، تمومی نداره واقعا. البته خوبه، این نکته خوبیه، نکته بدی نیست. رسیدیم به پایان این قسمت دوستان. به پایان رسیدیم دفتر. همین قسمت طولانی و سنگینی بود. خسته شدم. آره خوابم میاد. چند ساعت اونجا الان؟ 11:30. اینجا الان شد 12 ظهر. من همیشه 11 خوابم. من 11 خانه دومم. تو صبح چند بلند میشه راستی معمولا؟ 6:30-7 بلند میشه. بعد مثلا صبح چقدر طول میکشه تا از خونه بیای بیرون؟ همیشه میرم همومم خیلی طول میکشه، ولی 8:30 از خونه زدم بیرون دیگه. اوکی. نه خوبه. تو چطور؟ ببین تو چند میخوابی چند بیدار میشی؟ من یه خورده دیرتر میخوام. من معمولا بین 12 تا 1 همیشه خوابم میبره. آره. و از اون برم صبح بین 6 تا 7 بلند میشم. نه من همه از دستم شاکی هستن، خانواده میگن این مرغ. مثل دیشب 10:30 خوابیدم. این 10 میخوام 10:30 میخوام و حال میده. خواب رو دوست میدارم، ولی عوضش صبح خیلی راحت بلند میشم. اینش مهمه. برای تو هم خوبه. البته تو کمتر از 8 ساعت میخوابی که خوب نیست. من تلاشمو دارم میکنم که بتونم به 7 تا 8 ساعت برسونم. بشه خیلی خوب میشه. چون 11 تا 11:30 زمانی هستش که یه سری هورمونا ترشح میشه که خیلی برای بدن مفیده و فقط توی خوابم ترشح میشه. یعنی اونا از دست بدی یک خیلی پیر میکنه آدمو. فردا تریلی از روم رد میشه. دوستان بازم دمتون گرم برای کامنت و حمایتی که میکنید. اگه بخش اول حرفای حمید در مورد حمایت مالی رو گوش ندین، توضیحاتش و یه سری لینک و اینا توی دیسکریپشن این قسمت هست و خوشحال میشیم که کمک بکنید پاپکورن تاک رو برای بزرگتر شدن. دمتون گرم. دقیقا. هفته بعد ما دوباره برمیگردیم. قول جوکر it's not about money, it's about sending a message. و مسیج اون این هستش که واقعا تبلیغات بکنیم و پاپکورن رو گسترده تر بکنیم و شانس بقاش رو بیشتر بکنیم. خیلی ممنون که این قسمت هم با ما بودین. نظراتتون رو بدین. بخش اعظمی از پاپکورن تاک روی محور نظرات شما میچرخه. توی دیسکریپشن هم آره همونجوری که آرنا هم گفتش جایی که میتونید حمایت مالی بکنید از ما رو برید دنبالش. لایک و سابسکرایب کنید. مهمترین چیزی که میتونید انجام بدید به دوستانتون معرفی بکنید. اگه کسی علاقه داره به فیلم بهشون میگی همچین پادکستی هست، همچین محتوایی رو ارائه میده و خیلی کمک میکنه. خیلی ممنون که ما بودید. تا قسمت بعد خدا نگهدار.